خزاياهم ولكن لا تشكرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشير الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأولاده أجمعين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. خب درود هموطنان عزیز، اینک روز دومی خب ماراتون تلویزیونی خودمون رو ادامه میدیم. امروز در شهر خورخ سحر بر وقت از میدان نزد مقامات محلی حکومت دولتی شهر خورخ جنازه های شهدای واقعه 25 نوامبر شهر خورخ را به مکان محل زیستشان برای به خاک سپردن روان کردند. مردم ساعت به ساعت بیشتر در میدان تجمع میکند تا به حال با خب با گزارش منبع‌های ما حدود 6,000 نفر در میدان جمع شده است و این رقم آخرین نیست. دیروز مقامات قدرتی به بدخشانی ها و تظاهر کنندگان در بدخشان بوده هشدار دادند که خب 2 ساعت مهلت دارید، اگر پراکنده نشوید ما زور را استفاده میکنیم. از جمله بوزماکوف همین التیماتوم را پیش گذاشت. همون بوزماکوفی که خونش تا اورنج در خون است، دستش تا اورنج در خون هستند. همان هشدار به مردم بدخشان داد که اگر پراکنده نشوید ما شما را با استفاده زور پراکنده میکنیم. خب این برادرانی که در همین آوان جوانی خیلی بر وقت از میان ما این ضحاک را بود، اینا را یعنی جام شهادت چشیدن، الها جایشان به دعای ما من مطمئنم که جایشان بهشت برین است و همه اون نفرانی که ایمان به خدا دارند و اعتقاد به آخرت دارند و اعتقاد به آن دارند که این دنیا یعنی زندگی در این دنیا این یک زندگی کوتاه در پیش خب زندگی ابدیت است. اونهایی که به این اعتقادن، به این باورمندن، باور داشته باشید که این جوانانی که 20 سال در این جا از حدود 20 تا 30 سال در این دنیا بودن با بهترین خب با بهترین آخر یعنی با زندگی رو به سر بردن و قهرمانانه اون رو فدای این
دیار کردند و این جوانان در این عمر کوتاه خود بیشترین خدمتی را که امکان پذیر برای یک انسان است کردند و با مردن خود، با جنازه خود که روز سیوم است در میدان بود و باعثی تجمع مردم شد، با جنازه خود هم، با شهادت خود هم به این خلق و به این ملت خدمت بی‌بها کردند. در کجای تاجیکستان با همین خب سربلندی و با همین متانت مردم تجمع شدند و در کل دنیا اینها توانستند مردم تاجیکستان را متحد کنند. امروز در پایتخت وینا مردم تاجیکستان باز نوابسته از منطقه مکان زیست در تاجیکستان برآمدشان از کدام منطقه تاجیکستان باشد جمع می شوند به خاطر یاد جانبداری از مردمی که در شهر خوروغ جمع شدند برای حمایت از این شهیدان گلگل کفن و خویشاوندان و نزدیکان. من تسلیت به نزدیکان این شهدا ابراز می‌دارم و به ایشان گفتنی هم که مطمئن باشید که این برادران جایشان در بهترین مکان است و در این دنیایی که خب ما حدود 70 حدود 80 زیادتر 90 یا 100 سال عمر میبینیم، باور کنید که همه اونهایی که کلان سال هستند، من این 57 سال در این دنیا زندگی دارم، مادمانی هستند از من کلان سالتر، همه میدونید که همون 20 سال هم یک دم است و همون 70 سال هم یک دم است در این دنیا و همه ما را آخرت انتظار است و چه رقم با چی توشه ما به آن آخرت میرسیم و مکانمون در کجا خواهد بود. زندگی در این دنیا برای ما مهم می‌سازد و این جوانان به مادر این جوانان، به مادران این جوانان، به نزدیکان این جوانان، به دوستان این جوانان من گفتنی هم که مطمئن باشید که اینها آن در عمر کوتاه خود از اکثریت ما برای زندگی ابدیت خود توشه خیلی ارزشمندتر رو با خود بردن و باور داشته باشید که اینها در بهشت برین جا میگیرند و رویشان به اصل خود واصل می شود. من در این مطمئنم. اونهایی که خب به خدا اعتقاد ندارن، به آخرت ایمان ندارن، اعتقاد ندارن و میگویند که در این دنیا چقدر زندگی کردی، بهشت و دوزخ تو در این دنیا است، برای اونها هم گفتنی هم که برای اونها 80 سال عمر بینی، اون هم کم است، 100 سال هم عمر بینی، از با آخران نفس از کرپت می قپیکی در این دنیا بمانی و در این حالت هم اگر اعتقادم نداشته باشید، این جوانا با همین شهادت خود خیلی ارزشمندتر از ما و شما زیستند و رفتند و نامشون تا ابد در یادها و خاطرهای این مردم میماند و من گویم که جایشون جنت باشد، روحشون به اصلش چه شود واصل شود و به خویشاوندان و نزدیکان صبر جمیل خواهانم. و ببینید امروز در کل دنیا دین از دیروز از پریروز در کل دنیا تاجیکستانیان با شمول بدخشانی ها و دیگر منطقه ها هم امروز پیوست شدن دارند
تظاهرات کرده ایستادند. اینا در شهرهای لندن، یکاترینبورگ، خب نیویورک تظاهرات دایر شد. امروز در نظر است در شهرهای بونو، وینو، خب شاید دیگر شهرها هم حالا درک به ما نرسیده است، تظاهرات برگزار می شود. ما امیدواریم که اون طلباتی که مردمی تظاهر کننده شهر خوروغ به میان گذاشته است، البته او طلبات کانستیتوسیونی، او طلبات یگان طلب غیر قانونی اونها پیش نگذاشتند. همه طلبات از روی کانستیتوسیون سرقانون جمهوری تاجیکستان است. یعنی در سرقانون جمهوری تاجیکستان آزادی حرکت، یعنی آزادی حرکت در جمهوری تاجیکستان برای هر یک شهروند تامین کرده می شود، کفالت داده می شود و اون پستگاه های غیر قانونی که طول 3 سال در قلمرو شهر خوروغ عمل می کنند، اونها غیر قانونی هستند، طبق کانستیتوسیون نیستند. خیلی که یک برآمد کننده در تظاهر نیویورک ابراز داشت که وضعیت فوق‌العاده جاری کنید. اگر شما خواهید که همین بندهای حقوقهای شهروندان را محدود سازید، حقوق به چی میگن در روسی به свободное продвижение، یعنی حرکتی آزاد انسان ها از جای به جای، این حق کانستیتوسیونی است و با همون پستگاه نیمه نظامی شما این حق انسان ها رو محدود میکنید و اون پستگاه هایی که حتی در درآمدگاه های هر ناحیه شما همون شلگباوم به گفته مردم تاجیک گذاشته اید، او هم غیر قانونی، غیر کانستیتوسیونی است و این طلبات اساسی او تظاهر کنندگان است که غیر قانونی نیست. طلبات یکمی که است تمام دستاندرکاران این قتل عام مردم به جوابگری جنایی کشیده شوند و در بدخشان به جوابگری جنایی کشیده شوند، چون که جنایت در بدخشان صادر شده است. بگذار مردم بدخشان بار اول شاهد شود در تاریخ تاجیکستان صاحب استقلال که جنایتکاری که باعث قتل فرزندان ما شده است در قلمرو بدخشان، در سود بدخشان، سود کشاده که بهان هم رسانه‌های خبری و هم مردم را داده شوند و در همون سودی که خب سود خلقی است، در همون سود خلقی باید این جنایتکاران به جوابگری کشیده شوند و آن جنایت های کونه را هم که خب قتل و کشتار کونه نمی شود در از طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، یعنی سراغ دو نسلی ندارد. همین ماده 104 105 و اون باید همه همون جنایت هایی که تا به امروز هم چی شدند نسبت خلق جنایت صادر کرده شدند باید به جوابگری کشیده شوند. خب من در اینجا چند میخواستم از کارمندان تکنیکی بفهمم که آیا همون نوار آماده است. خیلی بعد چند من هشدار میتیم یک نواری رو با هم تماشا میکنیم. در شبکه فیسبوک من بعضی از چیزها رو قید کردم برای خود، بعضی از مردمی که واکنش های مردم، چی مردم بدخشان چی مردم دیگر مناطق تاجیکستان به این واقعه رو برای خود کمی گلچین کردن. یکی از خواهران بدخشان زمین
در ساکنان بدخشان همین خیلی نوشته در شبکه در فیسبوک نشر کردند که چون در آن چنین گفته میشن. من افتخار دارم از آن که قسمت معذرت میخوام قسمت از مردمی هستم که مردان اون با قیمت جانشون از خواهران خود دفاع میکنن و من همین خیلی مطلب ها رو میخونم و احساساتی میشم و در بسیار مورد ها اینا رو خواندنم خیلی مشکل است. یا یک بدخشانی دیگر، یک برادر ما از این یقین چنین نگوشته است: اگر گناهش این باشد که میبخشید، باز حلقم گلوگیر میشوم. بسیار احساساتی است. اگر گناهش این باشد که از یک زن تاجیک، از یک خواهر بدخشانی حمایت کرده است، پس من حسد میبرم که چرا من چنین جنایتکار نیستم. اگر به خاطر یک خواهر جنایتکارم، پس من هم اگر به خاطر یک خواهر ناموس یک خواهر جنایتکاری باشد، پس من هم میخواهم چنین جنایت را مرتکب شوم. خیلی مطلب های احساساتی هستند. و یکی از برآمدهایی که در تظاهرات شهر خروخ همین دیروز بیگه یا امروز سحر همین خبر برآمد کرده است، از کارمندان تکنیکی میخواستم که اون رو گذارند. من ترجمهش کردم شب و متاسفانه اون رو چیندن نتوانستم. در یک ورق ترجمهش کردم و بعد تماشا ماهیت گفته‌هاش رو به شما نقل میکنم. خیلی اگر توانم باز گلوگیر نشوم، ماهیت رو به شما به زبان تاجیکی نقل میکنم. مرحمت. اون ویدیو رو باشه ندر زندان و یکند خلوبت خواروش خو چیزن ده خو بتیر خوش و یکند خو ماشالله ده سه توی ده تمیت های دورو نسته تو اکتر ده مایده خلوبت باشه. تلویزیون تو باشه متفیل ما دویسید ماشه موجه نویت آلم تو ماش خلوغنجید ماش تره ایچ از پرزواب نچوش ماشم یس ماشم نان ماشم یخ ماشم خزروتین جاتی است نورن ترمایم فکر از ماشروتین پو منانو арчи цаганамин маш сейчас призывал начуш машам зеднес машар едет бабашан дед мини машам айд машан машай машар левит аганай наштетар маш имем заменху лах маша зен звядет балахшен тамар подарками хабар синхате аре бишиз ганес багарас хокистинен мимаш тамар подарка кинам fakat pimаш зрётем марафет pimаш пациенашга марафет дисгананен масис olan президент хонан яд нурнет адмаш нана беверджигар неста президент автоцола хонан яд нет можем я бистуду солада да бусени мурдаинде Чанга дар больниц в тяжелом состоянии. Да, там интересно место. Министр наш тиз, маш чиз ходер, маш сейчас мест. Ю поружат, хуки холодный, май кенди габлит. Ю глеб, мам чурана на лев, мам пусть май дырки чапот, джатом выступать зи добрый муд. И второй наш тиет. Маш то натян, мам то маш целой жизни, маш то натян. Паш чатары нахиш. Маш ждат к нам да ич да министр гав маша. Машта батям, диската маш натям. اگر
توانم اگر گلوگیر نشوم، گریه گلوگیرم نکند، من تلاش میکنم که این گفته‌های این خواهر را برای شما به زبان تاجیکی گفته گذارم. این خواهر میگه که سلاحتان را گرفته زنده به پای خود نزد این مردم آمده بگویید. خطاب به همان کارمندای حفظ حقوق. از اینجا روید، یعنی به مردم بگویید از اینجا روید، شما گناه دارید. در همین میدان آمده بگویید، در تلویزیون به ما ملتفیلمتان را نمایش ندهید. ما دیده ایم این ملتفیلم های شما را. تا کی شما ما را مسخره میکنید؟ ما را هیچ کس به میدان دعوت نکرده است. ما آمده ایم که ما مادریم، خواهریم، ما به خاطر فرزندانمان اینجا جمع آمده ایم. فرزندانمان را تیرباران مکنید. امروز مادر این، منظور گلبدین، مادر این گریه دارد. مادر دیگر ما را کسی به اینجا دعوت نکرده است. ما جنگ نه آمده ایم. ما گناه کرده ایم. گناه ما را به ما بگویید. اگر نه به اماممان برآیید. اگر نه اگر نه به اماممان برآیید. بگذار ما را از این جا برآرد. بدخشان را برایتان هدیه میکنیم. بدخشان را برایتان هدیه میکنیم. قطعی گورستان هایش. در این جا غیر از گورستان دیگر چیزی نمانده است. این را به شما هدیه میکنیم. فقط فرزندانمان را دیگر نکشید. که گونچه салому дуруд ба бинандагони шабакаи моҳвораи Паём ТВ. бо дархости зиёди шумо бинандагон дар ин навор бароятон омӯзиш медиҳем ки чӣ гуна бояд ба шабакаи моҳвораии мо пайваст шуд. барои ин харидани мавҷгири нав лозим нест ва танҳо бо пайваст кардани як сараки мавҷгири LMB ё ҳамон галовкаи иловагӣ метавонед ин корро анҷом диҳед. ин мавҷгири ҳотбёрд аст که بیشتری شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبورد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین مفجگیر شما می توانید با ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک مفجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک مفجگیری هاتبورد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم.
اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون می توانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات: ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا HFEC 5:6. معذرت میخوام دوستان. اینک 30 سال می شود که مادران ما فرزند میگورانند. پرزیدنت به خاطر مادرش میگوید میگرید. چی مادران ما جگربند ندارند؟ پرزیدنت 70 ساله به خاطر مادرش گریه دارد. چی مادران دیگر به خاطر کودکان 20 ساله و 22 ساله خود حق گریه کردن ندارند؟ چندین نفر دیگر در حالت وزنین در بیمارستان قرار دارند. آنها به شما عجایب نیستند؟ وزیر برآید، او چه هراس دارد؟ ما که هیچ چی در دست نداریم. بگذار او مسلح شده اینجا بیاید. نه میبخشید نوشته خود رو حتی خوندن نمیدونم. و به چشم همین مادر نگرد و بگوید به خاطر یک ترسکی من امر دادم تا فرزندت را بکشند. برید به نزد مردم. ما از اینجا رفتنی نیستیم. این دفعه ما به قیمت جان از اینجا نمی رویم. ما تا آخر در اینجا میمانیم که یک مینیستر تا یک وزیر پیشمون نبراید. چنین سخنانی بودند و در این تظاهرات سخنان از این هم المناکتر و احساساتی بودند. یک خواهر دیگر گفت که این جنازه ها رو از اینجا به یگان جا نبرید. در اینجا دیدید این بت ها را دیدید، در اینجا اینها را در همین جا گورانید و ارزنده ترین برای هیکل همین نفرایند که امروز به خاطر مادر و خواهر خود به شهادت رسیدند. یعنی در همین جا گورانید و در همین جا هیکلشون رو برپا کنید. و میبخشید به احساسات در این موضوع گفتن خیلی مشکل است و من زیاد آمادگی گرفتم برای این خواب دینا دو در شبکه. متاسفانه من نتوانستم با کارمندان تکنیکی اون را در وقتش انتقال دهم. اون را میموندم دو ضیاحی بدخشانی، دو ضیاحی مظلوم بدخشانی که هر دو خیش نزدیکی بنده هستند. پروفسور جمشید پروانه
پروانه جمشید و پروفسور محمد شاه لالفرا، کمیته دولتی امنیت ملی مجبور کرده است با مراجعت به مردم بدخشان مراجعت کنند و اونها را خب دعوت کنند که این رحمان همین خیلی قهرمان است و انسان دوست است و این را شما چی کنید. و من برای چی خواستم، شاید این روز نشان میدم، من میخواستم فقط صورتشون را نشان دهم و در عقیبشون از یک اتاق همین 2 نفر برآمد کردند و به جای ارچه در این زمستان در اون اتاق از عقیب کرسی ها هستند که اون کرسی ها عیناً یک خیلند، یعنی این 2 بنده خدا را فشار آوردن. معلوم است از چهرهشون که زیر تعقیب و فشار هستند و این 2 ضیایی بدخشانی تبار تاجیک را مجبور ساختند از حرمت ریش سفید اونها را نکرده، حرمت سن و سال اونها را نکرده، این لعین ها آمدن این برادران را مجبور کردن که در این موضوع ابراز نظر کنند. ما میدانیم که زیایان ما در موضوع های خیلی خب نتر گویم ابراز نظر نمی کنند، نه از این طرف نه از این طرف، اگر اونها را مجبور نکنند. این معلوم است که اونها زیر فشار همین نوارها را پخش کردند. یک چیز دیگر گفتنی هم، رئیس شهر خوروغ، میر شهر خوروغ که شاگرد بنده است، من به این نفر طول 5 سال یا 4 سال درس دادگیم، روبر صنفش بودم. او وقت شادیکوف رسلان نامش بود. من برای هر یک انسان نام او از همه شیرین ترین صدای هست که صدا میدیم. یعنی برای من فرض کردیم مرا استاد گفتن و فرض کردیم اکا گفتن و نمیدانم جناب عالی و پیشوای ملت، تو یگان چیز گوشم را همین خیلی نوازش نمی کند که علیم شنیدم. و این یک طبیعت انسانی است. هر یک انسان که از کودکی با همان نام به وایه رسیده است و همان نام را شنیده است، همان نام شیرین ترین آهنگی است که برای گوش هر یک انسان است. و اون رسلانی که من او را می شناختم در مکتب، این واقعا همو باید رسلان علکی نباشد، واقعا خوب کرده است که نامش رو عوض کرده است که این علکی رسلان نیست، این علکی نمیدونم نامش چی کرده است، در خاطرم رمزی کرده است، رستم کرده است، چیزی کرده است، خوب اختیارش نامش رو عوض کرده است، از رسلان آر کرده است، از چنین نام برای چنین منصبدار چنین نام آر بوده است. و آمده است و با مخبری از پلیس گفته است که در خوروغ تنجی است. Вхорог все спокойно, не беспокойтесь. از اتاقش به بیرون به همون منبر نظر نمی کند که 2 میت گلگل کفن در منبر موندگی و در سر آن 2 مادری که از چشموش خون میگیرند ایستادند و حدود 5000 مردم در اون میدان ایستاده است و چند بار به سوی اونها تیر خالی میکنند، به آسمان تیر خالی میکنند. در همین نواری که به شما پیشکش کردیم، اگر شنیده بوده، در یک مورد صدای تیر میشود. یعنی برای این تنجی است، برای این تنجی است. و все спокойно, и вы не беспокойтесь. رنگ تلویزیون شبکه اول و سفینه
امروز در اونجا کنسرت نشونده. شما مشکل نداره، در بدخشان همه تنج است، شما کنسرت نشونده. سال 2012 12 ساعته که اینها تاخت و تاز بالای خاروق میکردن، در 12 ساعت از شبکه اول و از سفینه محض آوازخانه های بدخشانی رو میدادن. بدخشانی ها رقص و سرود بدخشانی ها رو در تلویزیون نشان میدادند و ما را زیر تیربارون قرار میدادند. و امروز این شادی که میآید و میگوید که در بدخشان تنجی است. کجای بدخشان را تو تنج دیدی؟ 30 سال بدخشان تنج نیست. تو در کجا بودی 30 سال؟ من که به تو درس میدادم همان روز و ساعت ها تنجی نبود. به خاطر بیار همان روز و ساعت ها را، هم صنفات به خاطر بیار. پدرای اونا کجا هستند؟ امام نظروه را به خاطر بیار. کجا شدن پدران اونا؟ و این مادر را هم به خاطر بیار. با چشم همین مادر نگاه کن و بگو که خاروق تنج است. در سال 2014 در مرکز شهر خاروق مورد تیرباران قرار گرفت. مردم خاروق و شهیدان را بر جا گذاشت و مردم ناحیه های نزدیک به تظاهراتی که بنده در منبر همون روز و ساعت بودم و مردم جمع می شدن، میره اون وقته شهر به منبر برآمده میگه که پرابلم خاروق است، شما قشلاقی ها اینجا چیکار میکنید؟ من بعد گفتمش که این قشلاقی ها شهر تو را ساختن. این همه قشلاقی ها بودن که همین شهر تو را ساختن. تو شهری رئیس در وقت رئیسیت چی آبادی آوردی به این شهر؟ دو کانالی که داره شهر را آباد میکند، شهر خاروق را 2 کانال آبیاری میکنند. یکی تیمور ازبک ساخته است و دیگر داد خدای روشانی. تو خاروقی چی ساختی برای خاروق خودت که امروز مردم دهات را، مردم دهات ما را، یگانه شهری که ما داریم در ولایت این شهر خاروق، پایتخت مرکز ماموری ولایت، او را همین دهاتی ها ساختن. امروز تو حق به اونا نمیتی. تو شادی کفهم همین را در نظر داری که این در تفده ناتنجی است، در راشقل ناتنجی است، در شاهدره ناتنجی است، در خاروق من همه تنج است. حسابات دادنی به جنابت که این خاروق رب ندارد، مرا سبکدوش نکن. همین نمیخوایی به جنابت بگویی که پرابلم در شاهدره است، پرابلم در خاروق نیست. این پرابلم را از اونجا به اینجا انتقال دادن. همین گفتنی. من فخر میکنم به شاگردانم، از 23 شهیدی که در سال 2012 دادیم، اکثرشون شاگردای من بودن و من فخر میکنم با چنین شاگردان. 2014 شاگردای مرا کشتن. من فخر میکنم که چنین شاگرد و چنین جیانها داشتم که در 2014 اونا را جام شهادت چشیدن. و من شرم میکنم که چنین شاگرد را به پای رساندم. رنگ شادی کف شرم میدارم از چنین شاگرد. زندگی در دنیا هیچ نیست. باور کنید من خیلی عمر دیدم. باور کنید امان
گویا که دین 20 ساله بودم. زندگی هیچ نیست. او 2 سال وظیفه، 3 سال وظیفه هیچی نیست. یادگار فیض 3 سال در وظیفه ما. تو شاید نیم سال در وظیفه باشی. او وظیفه نمیماند. تو بر روی امان امام نظر و چخل نگاه کرده همین گپا میزنی. هم صنفت است. به خاطر بیار من همین خیل شما رو تربیت کردم. من در درس سیاست رو نمی کردم. هم صنفا و شما رو با کگب دعوت کرده از اونا بیانیه می گرفتند که من در درس سیاست از سیاست گپ میزنم یا نه. برای من 45 دقیقه برای در سر شما در آوردن همون 2-3 فرمول 45 دقیقه کمی میکرد. من بیایم و از سیاست گپ زنم. لیکن من شما رو آبونه کردن صنف شما رو نمیموندم. آبونه اجباری رو من اجازه نمیدادم که از صنف من اجباراً آبونه کنن. من اجازه نمیدادم. من شما را به تظاهرات ها و گردهمایی و میتینگ ها و ایدها میگفتم که صنف من نمیرود. همون پول هایی که بیهوده و بهوده جمع میکردن من میگفتم که صنف من نمیکند. ایستادگری میکردم. همون برای تو تربیه نبود. من همون خیلی تربیه میکردم و افتخار دارم که اکثریت شاگردان من تربیه که درست گرفتن، انسانهای خوب شدن. و امروز تو میایی در اینجا خاروخ تنج است. میرزا نباتوف شرمت بود کدام بدخشانی در حولیش مرده همسایش را بیارن و او بیرون نبراید و او به خانه تو حاضر به خانه امون مادر امون شهدا داخانی فاتحه نمی روی. رفتنی نیستی. چند رئیس ولایت و شهر رو من در خاطر دارم. اونها به خب اخرانی که به ایچی در خانه های ما فاتحه می در آمدن. در خانه های همه این شهروندان. تو را جنازه در حولیت آوردن، در تگ فوکت آوردن، تو بیرون نبر آمدی نگفتی با مردم، نگفتی که من اینجا هیچم، مرا هیچ کس گوش نمی کند، من هم یک به حقوق دیگر رنگ شما هم، من از دستم کاری نیست. این بزمقوف اینجا رئیس است، او یک لعنتی دیگر اینجا رئیس است، من هیچم. نه برآمدی همین می گفتی به مردم، گرده نداری به روی همین. بله من به قهرمانی دعوت نمیکنم. هر ترس آخر دارد. یک سگ میده که سگ کلان تا یگان بنبست پیشانداز کند، او دیگر جا نیابد، روی گردونده حکاس میزند، دندانها را نشان میتید، دندان نشان میتید. در حولیت مردم را تیرباران کنند، تو یک بار مشت به میز نمیزنی، تو یک بار همون سگ خراب که در مقابل گرگ اگر پای گریز دیگر نداشته باشد، جای گریز دیگر نداشته باشد، دندانها را نشان میتید. تو این حد پس فطرت شدن در کار نیست. زندگی همین منصب نیست.
بیدار شو. در اینو تنجی بوده است. امروز فرمای جواب فعال شده است. میگن این کی بود؟ او یک قاتلی که اما قتل و کشتار او را امروز بالا گردن ما بار کرده است دادن. ملا کی بود؟ عبدالرحیم بود در ورشاو هم که در کنفرانس اوبیسی بود. همون مرده که امروز نوار کرده است و بنده را عیبدار کرده است به واقعه های خوروغ. بله من آمدم او بچه ها را گفتم که خود را به کشتن دهید و ما بعد به میدان میبراییم. اما بچه را زنگ زدم گفتم تو همین کار کن که تو را بکشند و ما به میدان براییم. شما چه خیلی احمقی. ما ندم این یک تحقیر دیگری که نسبت مردم بدخشان همین حکومت نسبت بدخشانی ها میکنند. همیشه در چنین وضعیت ها از مرکز بدخشانی های در منصب بوده رو سفربر میکند تا بروند و در آنجا تنجی کنند. دلیر جمعیف برای شما همچون متخصص ساحه لازم بود در وزارت یا همچون یک بدخشانی نمینالی که او را در رعالت‌های ضروری سفربر کنید برود با مردم صحبت کند. او وظیفه دار نیست که در نزد مردم لیدر باشد. در نزد مردم لیدرها شاید کفشیرگر باشد، شاید یک نمیدانم خب تعمیرگر ماشین باشد، شاید یک ملا باشد. لیدر جامعه دیگر است. در شما این شماست فروخته منصب ها در مرکز که هستید. برای شما منصب همه چیز است، برای مردم این خیلی نیست. در همون دنغره تو هم برای مردم لیدر خودت در خاطر بیار. لیدر جماعت، لیدر همون مردم یا امام خطیبش است یا یک دهقان است که به همه نان داده است یا یک چوپان است که خب یک خریزم داشته است، یک چیز داشته است که لیدر همون دهه شده است. ما همه تاجیکا همین میدانیم و شرط نیست دلیر جمعیف متخصص ساحه است. شرط نیست که تو به او بگویی که تو که وزیر هستی تو را باید بدخشانی ها گوش کنند. اگر گوش نکنند تو به من به وزیری در کار نیستی. همیشه بدخشانی ها ما را همین خیلی تحقیر کرده اید. این چی معنی؟ او را برای وزارت ملی تاجیکی تعیین کردی که او این وزارت را این ساحه را رشد دهد. نوجوان را گنرال مردمی مردم نام نهادن. در ولایت سوخت ماندی به خاطر آنکه این مردک گرده دارد و در ولایت سوخت از مرز و بوم کشور دفاع میکند و شاید اشتباه هم نکردی با این تعیینات. لیکن ضرورت نیست که این نوجوان را در بدخشان همه احترام کنند. تو همون صاحب احترام بدخشانی را آنجا روان میکنی تا مردم جام به لب آمده او را در میدان تحقیر کنند، او را دشنام کنند. چون اونها این روز به میدان برآمدن که تو بیایی از آنها عذر بپرسی. تو در چهره علم شاهزاده، تو در چهره رمضان رحیمزاده، تو در چهره یتیم، تو در چهره زیرساختارهای خود در بدخشان بیایید و از همون مردمی در میدان جمع شده عذر بپرسید که مردم به لب آمده است. مردم حاضر بهترین لیدر خود را اگر رحمان حاضر در میدان شهر بیاید میترسم که تحقیر میشنود. تو میخواهی که نوجوان فکری گنرال مردمی عنوان دادن جامعه تاجیکستان با او، تو میخواهی در همون میدان او تحقیر شنود. او میشنود.
چون که امروز مردم در همین وزیرا را پیش مردم روا میکنی که آنها دل مردم را بیابند. زیایان ما را مجبور میکنی که مراجعت ویدیویی کنند، ولی خودت مقاماتت هر روز تومت میبافند. این بچه را جنایتکار اعلام کردند، تپانچه به خانهش پرت افتند، همه گناه را در گردنش زدند برای یک تارسکی که به خاطر خواهر خود او لعنتی سکسوال منیک زد. تو اومدی به خاطر او هر روز همین جوانا را تو اعلام میکنی تروریست و دیگر اونها را جنایتکار به سود به قرار سود اونها را جنایتکار اعلام میکنی و باز نوارهای نشان میدن که اون نوارها از کجای از آذربایجان گرفتن یا از کجای یک گروه سلوبدست ایسو یک گروه سلوبدست ایسو نبودین. خیلی اونجا بعد رسانه های محترم ما هم عادت کردند که رستریل را پرستریل که میگویند، یعنی تیر باران شوی را تیر پرانی دو طرفه قلمداد میکنند. او روز که در برضد تظاهرات سلاح استفاده برده شد، باز رسانه های حتی مستقل ما اون رو پرستریل که گفتند، یعنی تیر پرانی دو طرفه. این چی به معنی است؟ یک کمی همون بیاید از همون تلویزیون پیش از اونه که دلیر جمعه نوجوان و دیگران را به بدخشان پیش تظاهرگران روان کنی، تو همون تلویزیون بدخشان خود رو، تلویزیون مرکزی خود رو لجام بزن. اونا مردم رو جنایتکار اعلان نکنند، اونا نوارهای دروغین فیکی خود رو پخش نکنند، بیا امین اول تشکیل کن. در او از یک طرف ما را با تمام گناه ها عیبدار میکنید رسانه های شما، از طرف دیگر گویا با ما را دعوت میکنید که به همدیگر فهمی. این چگونه همدیگر فهمی؟ شما چخیل با همون تظاهر کنندگان نمایندگانش امروز از دیروز به امروز صحبت دارید، با آنها را مطمئن به یک وعده های دروغینتان میکنید، همزمان با این در تلویزیون های شما سیاکنی مردم خاتمه ندارد. یک تصورهای غلط دارید و بس کنید همین تحقیر مردم بدخشان، بس کنید. من حتی در نسبت خود در بین برادرای مبارز خود این را میشنوم. من به مبارزه عموم ملی خستم. بعضی وقتا بعضی برادران در مسئله جزئی بدخشان، از بدخشان میگن که اکای علیم در اینجا باید یعنی مسئول مرا میشمورن که من بسیار وقت به بعضی برادران این رو میگن که به برادرای شما تحقیر دارید میکنید مرا. نسبت بدخشان شما هم نظر داده باشید، شما هم روید به پیش میدان، شما به جای نوجوان اونجا یتیم را روان کنید، به میدان براید، به تریبون براید، با مردم از نزدیک صحبت کنند. یتیم را روان کن. او کمیته دولتی امنیت ملی است یا بدخشان تاجیک نیست. برای بدخشان یک انرژی بدخشانی را بیاب، او را از کارش بیکار کن، روان کن، او برای تو بدخشان را تنج کند. این چی احمقی است؟ این چی تحقیر است؟
بدخشانی رو، همون بدخشانی الکتریک رو از همون جا بگیر روان کن به سوخت. چرا در اونجا مردم چیز برق ندارن؟ روان کن به دیگر ناحیه دوردست. چرا مشکلات با برق است؟ این کار وی است. مشکل برق در بدخشان نیست که او را به اونجا روان کنی. مشکل برق در دیگر منطقه است. دلیر جمعه را به اونجا روان کن که اونجا مشکل برق است. در اینجا مشکل امنیتی است، در اینجا امنیت روان کن. تو که رهبر ملت هستی، تو که پیشوای ملت هستی، تو که پیشوای دنغره نیستی، یا دنغره ملت جداگانه شده است، یا اولادت ملت جداگانه شده است. پیشوای همون چند نفره که در یک جلسه وسیع حکومت میبینی که همه خویشاوندان رحمانوفند، تو ملت همون میشماری. اگر ملت تو در تمام حدود ملت میشماری و خود را پیشوای تمام ملت میشماری، در مسئله امنیتی بدخشان امنیتی ملی را روان کن، نوابسته از آن که اون زاده بدخشان است یا نه. اگر زاده بدخشان به شما در کار میبود، در این از این نهاد تمام بدخشانی ها را از بدخشانی ها این نهاد را پاک نمیکرده. پره پاکسازی شد از بدخشانی امنیت ملی. حاضر امنیتی یک گنرال امنیتی داشتیم، گنرال های امنیتی از یتیموف جوانتر داشتیم امنیتی ها که در بدخشان اعتبار آبروی اعتبار داشتن. همان رئیس کمیته امنیت ملی چرا بدخشانی نباشد و همان رو روان کن به بدخشان. این چه احمقی است؟ به بدخشان وزارت چنگ و خاک و آب و لای را میتید، بعد از اون میخواهید که اون لیدر در بدخشان باشد که یک وزیر مدافع رو بدخشانی مون، که یک وزیر کارهای داخلی رو بدخشانی مون، که یک وزیر امنیت رو بدخشانی مون. بعد از وضعیت امنیتی بدخشان رو از او طلب کن. بدلیر جمعه فین چی دخل دارد؟ او بیچاره را روان کردی، او از اونجا چیکار کند؟ حمقی از این زیاد نیست. بس کنید این تحقیر ملت رو. این تحقیر تمام ملت است. تو که یک پیشوای ملت شده نتوانی یک بدخشان برای یک بدخشانی تو در دنیا تکاپو میکنی که بدخشانی پیدا شود، بدخشانی لیدر پیدا شود که وای کند پرابلمات رو در بدخشان حل کند. محترم تماشابینان، در این استریم ما خب شما را کارمندان ما علایید به استریم وارد میکنند، یعنی این خیلی نمی شود دیگر، اجازت نمی شود که در استریم ما چند نفر بیاید و بعد با یک دیگر بحث شروع کنند. ما یکم وضعیت از امان ها نیست که ما بیاییم و در اینجا بحث های به موضوع دخل نداشته رو برداریم. وضعیت دیگر است. خب مرحمت آزادی. سلام علیکم. سلام علیکم. من امیر گفتنی بودم که رحمت این شهیدان گذاشته دارن. این جنایت یکمی رحمانوف نبود. این جنایتکار با جنایت چه میکنه؟ من شخصا همه مردم میگم که همین چیزی که باید یک استفاده شود در همه جا. پس که در کجای هست، در وطن، در خارج وطن، خارج از وطن، یک نقطه یک چیزی خود شود در همین چی بگذارد. همین جنایت رحمانوف نشون کرد. ناراضگیش اقلا حد اقل بیان کنه که این رحمانوف جنایتکاره. و همین خلق گفتنی بودم که هر یک شهروند باید همین کار کنه در کجایی که هست. تشکر برادر. سلامت باش.
سلامت باشه. خب مرحمت. نفر دیگر احسان. مرحمت احسان. احسان میشنوید مرا؟ بله. سلام علیکم. و علیکم السلام. مرحمت گوش داریم. خب از افتش احسان چیز مشکلی دارد؟ باز برمیگردیم به احسان. سلن دمیر. سلام علیکم. و علیکم. از اولان سلامی خود را به تماشای شما میرسانم استاد. سپس همچون یک زن همچون یک مادر میخوام عقیده خود را ابراز کنم. امروز به مردان تاجیکستان و همدردی خود را به آن عائله هایی که شهید دادن بیان میکنم. آمین. خدا هم به همه مادران صبر تید. اولا آدمانی که در دیگه افیرا می آمدن سپیچکا میخواستن. شما مخالفان یک سپیچکا بته میگفتن ما میخزیم. این خداوند نشان داد سپیچکا را، برای که خداوند نمیگیره دستکی برای در میدان پرتویتا بگه ما شما بزنین یا ای دستون بگیره کس. این سپیچکا نشان داد هیچ کار نزنین. این روز یک شانس بالای سر شما را اومده ایستاده که مردم بخزین. نه این روز ایرا کشتن ای بدخشان کشتن. میتونم پگای لیل بود، پگای دیگه کلو، پگای دیگه وحدت ای جا بکشه. پیش یکی نه که کشته بودن. برای همون مردم میر اومدین وایما میکردین. بروی نی نوخی کجا بریم هیچ جا نرین. هر کدام در خونه خودت برو 10-20 نفر جمع که برو در همون ناحیه اعتراض بیان که بتونی بیا میگن ذره جمع شود دریا شود. ای دور ایستادن ای ایجا بریم و اوجا بریم کردن ما یگام فایده نیست. جمع شوند هم مردم تاجیکستان بخیزن. همین مردمی که در غریبی های همیار هم هیچ نمی 4-5 ساعت راز نیست بین تاجیکستان دیگه دولت ها میستو دور باشه 8 ساعت راز نیست. میتونن همه جمع شوند برون به شرطی که ای بین بخیزنش روز دقیقی مردم بدخشان بستن در قوتی مردمی بنانگ ناموس بستن که این روز برای یک خواهر ای پشت ناموس یک خواهر دفاع کردن. مثال چند جوان مرد از به قتل رسانده شد به خاطر که ناموسی مادرای خواهرای خود دفاع کردن. شما هم به ناموس شوین. این مادرای این خواهرایی که کشتن بردن در غروب پرتوفتن، این کودکایی که تجاوز شدن، انا شما هم اون روزا را پیش نظر بیارین. بخیزین اخی بس خاموشی تو که ای دور گپ میزنیم کجا کسی در داخل تاجیکستان التماس مردا به ناموس شوین. کم ترک عبرت بگیرین از شجاعت مردمی بدخشان. کم ترک شما هم تاجیکین آدم این حقوق دارین، حقوق زندگی کردن دارین. هم کار دارین که خودتون ما پرابلم هستیم اعتراض بیان کنیم. نه که امروز مصیبت بستری مردم بدخشان اومده. ما باید توکای خاموشی این روز خاموش هستودی پگه خاموش حالی این روز یک تا 2 تا 3 تا کشتن پگه میتونن که 4-5 دیگر کشتن که بگن هیچ گام نداشته. خب میکنن مرد همه شهر مردو را دور کدسیان. مردی ما خواب استودیان ای دور گاف زده که آخینا میگم مخالفان شما چیکار کردین؟ مخالفان چیکار کنن دیگه؟ شب روز در افریویانش خدمت کدسیان خواب نمیکنن. کجا گروه 24 باشه، پیمان باشه، مثال نهضت باشه، همه خواب نیستن. اما را در افیر میبینی دلت میسوزه که خواب معلومه که استراحت ندارن. هم با خدمت کدسیان یا شما را بیدار کدسیان نشان دادسیان حقیقتا که ای بدخشان خبر نیست. مثال اینترنت ها خاموشه، برقا خاموشه. اینش با همین واسطه شما میتونین ببینین که چی رفته است، چی گپ شده است. چشم شما را کشوده است یا نخی بروی نخی شما
تو کای تای پوپو دست یک کس همه قپه علامت میکنه در کسی که او روزا بستر شوار اوران کو خودش میدونه نه که خب بستر تو نه یک کو ایرو تشکر برای بس خود مردم کم تر به ناموس شوین التماس غمی مادرایی که در غریبیان فرزنداشون در تاجیکستان غمی او را بخری غمی که مادرایی که قجمون مردم را دست میتن غمی او را بخری این روز میتیان فرد و میتیان روز میتیان توکای زوم بسری مو کنی چی با یک همین روز بخی سری اویله امومالی بسری خش تورش نمیوه یک روز نمیگن یک جوان اویله امومالی مرده خش تورش مرده این قصده ها جوانی که این روز ای رسیه میبارن تاجیکستان مرده ها را این گروپوی که قطار میکنن در ایرپورتا دیلتون با اینی یا بسوزه این روز ما میبریم همه میبریم مردن حقا نکی که مرد بودن مرد موندن مرد مردن شرف است نه اینکه بزوره بجوشیده ترسون چاکی کده نکی همون مردن هم با شرف و با اور مردن کو یک از نام تمیگیره وقتی که ما بزوره مردی هیچ که نام تنمیگیره هیچ که میگه که خیلی شیطان بود یا ترسون چاک بود مرد خوب شید برای امقاکو اگر بخواین که پگه در مایده آدمو در فکر آدمو باشه نه اینکه صورت سیرت و نه اینکه بزوریتون حقیقت باشین بخواین انا ایروز بخزین دیفاع کنین ای حقی مادرو ای حقی جوان مردو ای حقی دون دیفاع کنین با انا شما را میگن که مرده انا ایره شجاعت میگن نه اینکه ایم بیسین و که بروی مخالفه شما چی خدمت کردین با همون چاپلوسایی که حقیقت میبینن حقیقت چیه عدالت چیه جنایتکار همه آدمی هست در تاجیکستان که ای حقوقش دفاع میکنه ای حقوقی مادرش ای ناموسی خواهرش دفاع میکنه همه آدم جنایتکار است چشماتون کشوین بینین اخی جنایتکار آدمی نیست که یک کس میکشه یک کس تجاوز میکنه دزدی میکنه او جنایتکار نیست در تاجیکستان او آزاده او همه حقوق داره جنایتکار همه آدمی که بنفوس بنانگ انا او را ایروز در تاجیکستان جنایتکار حساب میکنم برای هم ببینین خواب نکنین دیگه بس های عذاب بس های توکایی میوین در 24 هم بدیم 21 22 اومده مسکوی نه کدام بوده کمون با میگردن مسکوی میوین دیگه دولت تو میروان کار میکنن بس های اخی کم تا شما را هم ناموس کنین کم تا همون زن فرزند و کودکای برای خودتون هممون میره نه که با میکنیم کودکای ما فرزندای ما به همین روز به همین احوال بگردن خواهر عزیز تشکر در استودیو زیاد آدمو جمع شدن با اونا هم امکانیت مایل رحمت برای 15 دقیقه برادرها در وینا به تظاهرات میبرایند و اونها به استریم میبرایند و مردم رو به اونجور سفربر کنیم و همون در ماهوره پیام تیوی در تاجیکستان پخش می شود. مرحمت. اینجا آزادی با عزتمون. مرحمت. برادر. السلام علیکم. و علیکم السلام. بعد کل مردم بدخشان همدردی خود را بیان می‌نمایم و منتدار خود را بر شما و همتینگای شما همسفرهای شما که امروز انکشید برای آزادی ملت برای آزادی وطن زحمت میکشید برای زحمت‌های شما منتدارم خیلی امروز روح افتادم هستیم خیلی سردم هستیم که امروز یک حکومت غیر قانونی به یگان اساس به یگان دلیل به گناه مردم در روز روشن در بین مردم در خانه مردم میبیان با تحقیر و دشنام مردم میکشن و این برادری که امروز در بدخشان شهید شده این کس این برادر برای ما یک قهرمان ملی است. تشکر زیاد. صدا می رود؟ بله داریم صدا. بله برادر.
امروز برای هر یک تاجیک تاجیکستانی شهروند جمهوری تاجیکستان هم فرض هم قرض است برادرای بدخشانی که اینها امروز جبر و اذیت میکشند و ضد این حکومت ظالم مقابلت نشان میده. ما باید دربر اینا راست استیم. ما هم از کدام قشر جامعه تاجیکستان که نباشیم، در کجایی که نباشیم، ما باید اعتراض خود رو بیان نماییم و نارضایتی تا اون شخصانی که کند به زندان نرود به حکم ابد نباید ما خاموش استیم و این حکومت غیر قانونی باید از بین رود. بس از ظلم، بس از تحمل. رحمت می ندارم. خدا فیروز گردونه هر یک ما و شما رو. آمین آمین. خب میمون بعدی بدخشان. مرحمت بدخشان. بدخشان صدای شما نیست. خب اگر الو سلام علیکم. و علیکم السلام. اولا سلامتی شما رو میخواهم و دیگه انا همدردی خود با هم مادری که فرزند شاید است دوست البته همدردی بیان میکنم و یک چیز برادر گفتنی هستم که همین مشکل اساسی مثال که مشکل اساسی انا البته ای مردم هم هست و یک چیز دیگر باید برادر قید کنیم که من فکر میکنم مثال اندیشه میکنم که خداوند مثال انا صفت ظالمی نداره. خداوند ظالم نیست. اگر ما خداوند گفتن میتونیم که خداوند ظالم است و موافقی همون شعب بگیم، موافقی همون مردم خداوند همون مثال یک راهبر میوفره. امروز مثال من نظر میکنم مردم خمونه مثال در حقیقت وقتی که ما نظر میکنم مردم خمونه اکثریت والله من مثال از همون خویشاوندان گفتن میتوانم که از چیزی گفتن میتونم که به همین بگیم که به همین روش حکومت راضی ام و خداوند هیچگاه تغییر نمیتید. مثلا هیچگاه یگان قومی رو تغییر نمیتید که اولا همون قوم بعد خودش رو اول تغییر تید. تغییر بعد اول خودش رو تغییر تید بعد خداوند تغییر میتید همون ریاست رو یا که همون چیز رو. و من برادر یک چیز دیگه گفتنی هستم که خصوصا برای مخالفا من یگان جای مثال تحقیر نیست یا که یگان جای مثال چیز نیست. من مثال دیدم مخالفاش راستی خاک و یا مثال نو برآمدگی مخالفا خصوصا نهضت اسلامی نکم از قریب تقریبا 20 سال زیاد اگر ما حساب کنیم اگر 20 سال 17 سال تقریبا 17 16 سال در دوره حکومت بودن و پیش از این هم مثال فعالیت داشتم. مثال استاد عبدالله نوری خدا رحمتشون کنه، حکمت زاده و چیزا مثال. خب خطاگی جدی همین بود که مثال خاطر استاد برای مردم شیده که مردم اذیت نبینن گفت دست درازی کرد به همین خائن، دست درازی کرد، دست صلح درازی کرد، صلح کرد. خب این مثال فهم باشید این گذشت. بعد همین برادر عزیز مثال بعد همین من میدونم که مثال نهضت کادرای خوبه مثال نهضت مثال شخصیت های مثال ارزنده داره. من همین حیران هستم که چرا در این قدر سالی که مثال نهضت فعالیت کرد در دوره حکومت این قدر فعالیت کرد یگان ضربه جدی برادر ما نهضت دیدگی نیستیم که در حکومت زدگی باشه. خب من تا استاد عبدالله نوری را خدا رحمتش کنه وقتی که سال 2005 از دنیا مثال رفتن من تا 2000
پنجا من میدونستم که وای مثلا که یا شخصیتی بودن که قانون بود، سخنش قانون بود و البته امو ضربه در حکومت بود، یعنی که حکومت یگان چیز نمیتونست کرده. بعدی حضرت گذاشتن بخشش باشه. من یگان چیزی را ندیدم که از همین خصوصا مثلا همین چیزی که به حکومت یگان ضربه جدی زدگی باشه. من همین حیرانم که سببش چی باشه، سببش چیه که چرا نتونستن اینها تا اینقدر سال یک چیزی خود در همه حکومت جاری کنن. من با شما یک سوال داده هستم برادر. تشکر زیاد. این سوال به عنوان نظر دادن در کار یکم. من هم زیاد و ایرادها نسبت فعالیت نهضت در سابق و در این روز هم با برادر و بعضی بحثا داریم. خودم نهضتی نیستم و حدس خود را گفتن من دارم، تعلیل خود را چرا نهضت همون ایرادی که شما گرفتید من هم همون ایراد داشتم در وقتش و تا جای میفهمم انگیزه صبر خیلی که بعضی ها صبر کبیری میگن، انگیزه های صبر کبیری رو من میفهمم، لیکن در نو بسته از این صرف نظر از این باز فکری های اندیشه های خود رو داشتم، انتقادهای خود رو داشتم بر ریاست نهضت که هنوز در تاجیکستان فعالیت میکرد. با ریاست اونها انتقادهای خود رو در میان گذاشتم. متاسفانه اکثر اون برادرایی که با اونها نشسته بودیم و صحبت کرده بودیم امروز در زندانند، بهترین انسان هایند. اون که ما از عمل کردشون یا از بی عملیشون همون روز و ساعت ها تنقیدم میکردیم ولی برادر میموندیم. به ویژه نهضتی که در بدخشان بود و ریاست اون رو شهید سبزعلی در دست داشت، ما خیلی زیاد همکاری میکردیم. او همچون شاگرد من در مکتب بود مرحوم. من رئیس حزب سوسیال دموکرات بودم و سبزعلی رئیس نهضت بود و ما بسیار همکاری زیاد داشتیم. تظاهرات های برگزار می‌کردیم، خیلی همکاری های زیاد داشتیم ولی در برابر اون انتقادها شدید هم میکردیم از نهضت. اونا هم بعضیش قبول میکردن بعضیش نه. خیلی عذر بعد به گذشته به گفت ویهود صلوات اون چیزی که از دست رفت شاید امکانات بود که از آن استفاده نمو دیگرو کردیم نه نهضت کرد. شاید چنین وضعیت‌هایی بود که فرصت‌هایی بود که از دست رفت شاید. ولی عذر از این روز آمده به اون جا برگردیم و بگوییم که ما همون اشتباه رو نمی کردیم و فلان روز می رسیدیم، این علاقه چیز نیست. نمیدونم با توجه که چی می شود سو اکتوالی نیست این صحبت امروز. بله درست از چه از مقصدم که همین است که من با گذشته سلام دادم که چیزی که هست گذشت مثل ما آیندهش در نظر دارم که باید که خصوصا نهضت این یک بگیم که یک ساله دو ساله یا سه ساله سیاستمداران نیستن در اونجا مثلا تقریبا 30 ساله و حزب 30 ساله که 35 ساله حزب ای ای سال اگر 82 یا 83 اگر بگیم قریب 40 ساله حزب ای و باید یک نقشه های جدی داشته باشه که تواند که اقلا یک ضربه زنه که خدمت به منفعت مردم شود. و میدونم که من دیگه حزبای سیاسی را راسی و قدر معلومات ندارم در اونجا کدام مثل کارمندو کار میکنن، لیکن من نهضت عمیق گفتنی میتونم که نهضت انشالله یگان شخصیت در دوری نهضت نیست که
خواهیم باشه. البته همشون وطن دوست دارن. من خودم نهضتی نیستم، نه که من همچون یک شهروند گفتم میتونم که سیاستمدارایی که در نهضت هستن، البته ما اگر 50 زیادترش میتونم که بگم که انشالله همش برای وطن دوست دارن و انشالله در خدمت مردم. من همین را میخوام که در آینده توانن که یک چیز نشون دهند که البته او چیز برای منفعت مردم تمام شد، نه رنگی چنانه که ما دیدیم که در مصر چی گذشت، در مثال تونس دیگه چیزا چی گذشت که عاقبت به منفعت هایی که تمام شد و برای همین چیز این خصوصا این برای مردم دخل نداره، این خصوصا برای هم مخالفا دخل داره که بعد این چیز تیاری بینن که آینده چیزی که پیشید باید به منفعت مردم حرکت کنن که به منفعت مردم تمام شد. برای که یک اموالی نیست اینجا، شما خودتون هم سیاستمدار میدونید اینجا دیگه دولت هم هستن که دست دارن در اونجا توانن که در این بازی ها منفعت خش برسونن و مثل که مردم منفعت جدی برسونن. سلامت باشید برادر، سلامت باشید. اینجا کسی با چهره خود حاضر شده است. همین از کارمندان تکنیکی میخواستم که همین نفران با چهره رو وارد کنند. 2 نفر اینجا دیده ایستادن با چهره. السلام علیکم برادر اکه علی شیرزمان. یکم همدردی خود را با شما با کل مردم بدخشان همچون شهروند جمهوری تاجیکستان، من در مردم تاجیک حیرانم که تا امروزه چوب خاموشه. سپیچکا میگفته این سپیچکا نه علاو در گرفتگی خیزه کو امروز در دوشنبه در هر شهر نوحیه‌ای که نباشه، من نمیدونم چوب امروز شما خاموشه. والله که من نیستم در تاجیکستان. اگر من میبودم در تاجیکستان با خدایی که میبرمادم یا پیش قصر میلاد میرفتم یا که هم پیش مردم بدخشان میرفتم، قطعی دبرشون استاد میشدم. چی بالاتون زدگیه که چوب امروز شما نمیخیزی؟ من در همین چیز حیران میمونم. بعد یک چیز دیگه همین برادر گفت که مقصد نهضت چوبای خنکت و خنکت. راستش من نه نهضتیم نه 24م نه هیچ. من یک همین کسی که همین رحمانوف شم میبینه من دبری همه آدمو. من همین که گفتنیم که در وقتش هممو برمدیم ایملاهامو تا رپیرامو تا پولشوکامو گفتن که نهضت همو در کار نیسته. همین که پا گفتن آشکارا امروز میگن که چوبا نهضت خنکت، نهضت اگر ما دستگیری میکردیم انشالله که این همین تا 2020 تا 2020 انشالله که چپش میکرد. ما دستگیری نمینیم همدیگریمون بعد میگیم که فلانی چوبای خنکت بیا ما فلانی رو نگار نکنیم. هر یک آدم باید مسئولیت در پیش خودش بگذاره. همین که گفتنی بدم مردم تاجیک همین که گفتنیم که تا کایا هم که خاموش میستیم. در بدخشان کس نمیکشن، در دیگه اونا در کلوب میکشن، در قرغان میکشن، در لیل‌نوباد میکشن، در دوشنبه میکشن، تجاوز میکنن، همه کارا میکنن. خاموش. تا کایا ما خاموش میستیم. تا کایا خاموش ایستادن بس، ظلم بس، با همین شعار ظلم بس گفته برمدن در کار در قد کوچ. سلامت باش. که امروز رحمان بفهمه که ما مردم بدخشان تنها نمیگذاریم. ما هممون امروز بدخشانیه. باقی در پناه خدا نگهبان تو باشه. سلام علیکم. خب برادر دیگر که با چهره خود هست اونجا. السلام علیکم رحمت الله و برکاته که جان. سوزن دینی سلامت نه. شکر الله. من حلق بدخشان، حلق تاجیکستان حاضر عین حال روز ماتامای، روز عذابای، روز چی میگه یک ننگ، یک ناموسای. من همین گفته میتونم که خلق تاجیکستان شما نگوید که این یک پامیره، یک بدخشانه یا نباشد این وحدت یک خوجنده، نگوید. بخیزین آخی همدیگر دستگیری کنین. درد ما های ننگ ناموس شما هستیم. ما زنکا خودش چی و گپش چی نگوید. ما زنا
ننگ ناموس شما میشین. تا که حکومت داره آمده خواخرای ما را ازدواج میکند، خواخرای ما را حجابش میکشد، خواخرای ما را چه میگه ناموسش همین تجاوز میکند. تا کی همین خیل میشود. ای مردم تاجیکستان خب نشینین. التماس حاضر من رفتن نمیتونم، متاسفانه حاضر در غریبه هستم در مسکو. من حاضر وقت می داشتم که حاضر من علاج می داشتم که حاضر من بلیت خریدم با پریده رفتم با من زور من میرسد. من حاضر رفتن نمیتونم متاسفانه، برای چی که حاضر من علاج ندارم. من یک مادر همچو یک خوخر همچو من خواهش میکنم، طلب میکنم حکومت داره. ای مامال من تو طلب میکنم، من خواهش نمیکنم، تو طلب میکنم. ننگ ناموس داری، وجدان داری کمتر. طرفدار خلق شو، طرفدار عائله خودت نشو. گپت نگذاشته استی значит استعفا بده. عائله خودت گپت نمیگذارد، حکومت به گپ تو نمیگذارد، استعفا بده. زنک مادر خلق مادر تاجیکستان استرایک آمده کار میکند، توالت همین اورسا را میشوید، زنه های اورسا میرود. تا کی وجه بس بدگیست. ای امام تپک، ای خواهین ملت وطن فروش وجه بس بدگیست. تا کی ما عذاب میدهیم، تا کی ما غم میخوریم، تا کی وجه همین قدم نجات آورده که گپت نگذاشته. یک پسر به گپ تو نمیگذارد، حکومت به گپ تو میگذارد. وجه بس بدگیست. کمتر فکر کن، مردن تا فکر کن. ای انسان همین که خورد 30 سالی داره از یگانچ نکرده، غم خلق نخورده. سوید نیستی، یگانچ نیستی، ارد قیمت همه چی قیمت های. وجه رقص بازی وجه بس بودگیست. تا که خوار تشکر. بخشش اکا جان کمتر عصبی بودم، میبخشید اکا جان. همین قد جان ما گذاشته رفت. راست همچون یک مادر، همچون یک خوخر درد میکنم، علاب میکنم، عذاب کشیده استم، دستم کار به نرفته است، وجدانم عذاب کشیده است. برای همون برآمدم بخشش کلام میپرسم، حضور کلام میپرسم از تمام اشتراکداران. سلامت باشید خواهر. بعد 2 دقیقه ما پخش مستقیم رو از میدان نزد سفارت جمهوری تاجیکستان در اوستریا شروع میکنیم. برادران ساعت 11 با استریم میبرایند. ما در استودیو باقی میمونیم، فقط اوستریا رو پیوست میکنیم. او برادران در اونجا صحبت ها دارند، سخنان دارند. مرحمت فتح‌الدین برادر، سخن با شما. سلام علیکم اکریم تمام بینندگان و مردم تاجیکستان. ما فعلا در روپروی سفارت تاجیکستان در شهر وینا قرار داریم و در صدد آغاز یک تظاهرات در همدستی و همدلی با مردم بدخشان و اون درخواست طلبات‌های مردم بدخشان دارند. ما هم اینچنین در اینجا با جمع از شهروندانی که مقیم اتریش هستند جمع آمدگی هستیم و فعلا در صدد آغاز این تظاهرات هستیم و حدوداً 10 تا 15 نفر جمع آمدگی هستیم در اینجا، چون که دیده شدند برادران. و اینک ما اینجا پلیس هم آمد نام کردن و برای امنیت به خطری ما در اینجا حضور دارند و متاسفانه کسی از این سفارت مثل همون حکومت رژیم تاجیکستان هم که هستند کسی به داد مردم رسیدگی هم نخواهند کرد و هیچ کس هم به فکرم آماده نیست که به درخواست طلبات‌های ما جواب بده. و خواهش چی ما هم از تمام مردم تاجیکستان این است که در تمام گوشه و کنار تاجیکستان و برون از اون مقیم باشند. اگر خواهش میکنیم که برایند و
همدلی و در دستگیری با مردم شریف بدخشان که خیلی یک ظلم شدید سالهای اخیر بالاشون رخ داده ایستاده است و مردم بیگناه قریب که کشته می شوند و هیچ این رژیم به درخواست و طلبات های مردم هیچ رسیدگی نمی کند. ما خواهش داریم از حکومت تاجیکستان که در حال به درخواست مردم و طلبات های مردم رسیدگی کنند و برای برقراری عدالت و جاری برقراری قانون عمل انجام بدهیم. خب تشکر زیاد فتحالدین. شما حالا آماده باشید، شروع که کردید باز پیوست می شویم. در اینجا خبرهای نو رسیده اومده ایستادن. خب شما خب نفر دوم رو کی صحبت با ما میکند آماده سازید و باز با شما پیوست میشه. باشد ما نباشد آغاز میکنیم. شما خب یک خبر نو آمدن در تلفن من یک برادرمون روان کرده است. در دوشنبه در نزد خب دفتر سازمان ملل متحد چند زاده بدخشان در جانبداری از تظاهر کنندگان شهر خاروخ پیکت، نه تظاهرات بلکه پیکتی که طبق قانون و این پیکت غیر قانونی نیست، یعنی پیکت غیر قانونی نیست و یا برای وی موافقه لازم نیست، اجازت نامه لازم نیست. اونها اومدن پیکت کردند در مقابل نمایندگی سازمان ملل و جو اوانگارد دولتی ها کردن عکسای زخمیایی چی را در دست شد؟ نه فهمیدم. این اوانگارد بوده است. میبخشید کمی اشتباه کردم. اوانگارد تاجیکستان با در دست همان افسانه های خود را گرفته، یعنی همان گویا لط شدگان واقعه خاروخ را گرفته در نزد وی نمایندگی و سازمان ملل متحد تجمع کردند و باز دغلانه اونجا چیز میپرتایند. یعنی این علاقه تظاهرات است، این علاقه پیکت نیست، تظاهرات است و تظاهرات اجازت داده نشده اوانگارد در نزد سازمان ملل متحد. و من با اینها چی گفتنی هم بگذارم، اون چند نفر لط شده باشند هم واقعا و اون لط شده ها بر اثر احساساتی که بعد به قتل رسیدن این برادر جوان ما گلبدین روح داده است. واقعا چنین حادثه روح داده است و چند نفر در همون گرماگرمی به دست این برادر در صد روی همین برادرایی که به طرف خاروخ روان شدند و به فکرم در همون منطقه مورد لط و کوب قرار گرفتند یا نه، یک دو مشت خوردن و اونها را صورت کرده چیز کرده، همین صورت هاشون قطعی به چیز سازمان ملل و در نزد دفتر سازمان ملل آمدند و با امین در امین خوب می توانیم به فکرم کارمندان تکنیکی آماده کردند همون نوار را می توانیم اون را پیشکش شما کنیم یا نه؟ خب در اینجا در استودیو استاد محمد سعید رضایی حاضر هستند. مرحمت استاد، چه گفتنهای داشته باشید مرحمت پیشکش تماشابینان کنید. محمد سعید رضایی.
ما فکرم این کس برآمده باشن چی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. امیدوارم صحت سلامت هستید که. سلامت باش. من اولین تعزیه خدمت برای مادر بدخشانی تعزیه خدمت بیان میکنم. خدا الهی برادر جوش جنت بگردونه، شهید شد. الهی خداوند قبول کنه. دویم ما همه خطاب ما به همه رحمانوف سگای کلا خوک رحمانوف سگوت خونه ما روی نکه. والله قسم دینه که پاسوس و مسکو ده بودیم در شهر مسکو پاسوس و توجیکستان بود. این سگای همین محله ما میدونم کدوم بز اومده گه فامیلش هم میدونم، نامش هم میدونم. به سوروبی بز خطاب نه برای تو همه ایکی خونه ما رفته مادر ما را غم نته. والله قسم این تظاهرات در مسکو بود. انشاءالله در دوشنبه میشود انشاءالله. ما یکم میزنم کودکا را روی کنیم تاجیکستان، بعد انشاءالله قفاشون خودم میرم انشاءالله. والله قسم سورابت خودت عدل نیت که شد نکنی برای کرد بر رحمان رو شد نکنی. خطاب ما برای همین سگوی رحمان فرد انشاءالله. ما همه که گفتنی بودم برای برادرای بدخشانی وابشه سس نمونین این رژیم ایوتون نبرورین انشاءالله تا آخرش میریم. دبرتونم در همه جمع دبرتونم در تاجیکستانم در لوبوجو دبرتونم. برادرای ما بسیار هست، برادرای بدخشانی بسیار دارم ما که زنده باشه انشاءالله یا جای مکه. استاد محمد سعید رضایی. سلام علیکم. سلام علیکم استاد. صدای من هست؟ بله بله بله. نوارم نیست من با چهره بله نمایان بله. است. همه چیز خوب است، همه چیز خوب است. اما من ندیده است. حالا نمایان همه شد. چیز خوب است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لطفاً با کامراتون نگاه کنید استاد. لطفاً با کامراتون کمی رستل شینه. شما با کامراتون بسیار در پایان است یا در تگ کامپیوترتون یک چی مونید بالاتر برید یا خودتون با پیش تر بیارید که خوب تابید. انا بهترین شد. بهترین. از کارمندان تکنیکی میخواستم که استاد سید محمد سعید رضایی رو در اکران پورا بیارن. من یک دو حالا بخشش باشد از شما و بینندگان محترم. صدای من میاد؟ خوب است؟ بله بله میبخشید من کمک یک میبخشید. بله بله خوب است. صدای شما خوب است. من خواستم شما شروع کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب سلام برای شما و برای تمام هموطنان عزیزمان. و از اینجا البته متاسفانه که خیلی هم دور هستیم. با حکم تقدیر از کشور و از هموطنها همدردی خودمون به برادرهامون، کسانی که مخصوصا خانواده شهید برادرمون که ظالمانه به قتل رسانیده شد تقدیم می‌دارم و برای همه خانواده هایی که تا امروز مصیبت دیدن، چی به حبس شدن افراد خانه‌شون، خانواده‌شون، چی بیرون شدن از کشور و چی از این بالاتر به مقام شهادت رسیدن اونها. خب برای همه اونها تسلیت و حتی تهنیت را هم در اینجا میتونیم بگوییم برای آزادی، برای این بیداری، برای اینکه خب
در مجتمع، در کشور، در آبادی کشور سهم گذاشتن با طرزی که مناسب و خوب برای کشور هست، میتونیم این را هم تهنیت هم بگیم برای هموطنان عزیزمون. و از فرصت استفاده برده البته برای تماشابین های شما، کسانی که ما و شما را دیده استوان الان صدای ما را میشنوند، خواهش میکنم که سوره فاتحه را، سوره الحمد را بخوانند و بر روح گذشتگان ببخشند. یک چند ثانیه انشاءالله وقت میگیرد. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هموطنان عزیز، قبل از همه استاد علیم برای شما این تعزیت همدردی را بیان میکنم برای از دست دادن برادر ارجمند عزیز. انشاءالله که این خیلی هم بشارت خوب است و باید من این راه در سخنهای قبلی هم به توسط دیگر رسانه ها هم گفتم که هیچگاه هدف ما، هدف مردم شریف بدخشان، هدف نهضت، هدف مخالفین نبوده که برای تغییر کشور یا اینکه برای خب حالا که به اصطلاح میگویم برای قدرت رو گرفتن از زور استفاده ببرد و با راه‌های غیر مشروع و راه‌هایی که اونها چی اکستریمیستی هستند و چی تروریست هستند که این را که حکومت بافته و این تمغه بعد را برای یک گروه سازنده کشور، یک جزئی اساسی که برای آبادی کشور، برای بهبودی کشور، برای گلگون شکوفایی کشور اونها سهم میخواهند بگیرن، این را گذاشتن و با این را میخواهند که همون هدفهای شوم خودشون، همون کرسی های به صلاحیت خود را تقویه بدهند یا که ادامه بدهند به همون بروند. هیچ محل از راه خشونت، از راه زوری، از راه اکستریمیستی یا تروریستی این کار را یگان انسان عاقل نکرده است و نمیکند. این را هموطنان ما مطمئن باشند. حالا حادثه‌ای که در بدخشان رخ داده ایستاده است و قبل از این حادثه های بودن امثال حادثه خراسان، خب برای تیکت و بیلت میدان هوایی با از این پیشتر برای گرفتن خب بازار از صاحب کارها، از تاجرهایی که در اون جنده خب میخواستن که تجارت خود را، زندگی خود را پیش ببرند، غصب کردن مکان اونها و مردم به داد آمدن و داد و فیغان را به دیگر جا بردن. تاکسیچی ها و همه کسانی که تا این دم رخ داده است، این را باید هموطنان ما بدانند که این توسط دسیسه یا اینکه راه انداختن از طرف کدام یکی از حزبها، حالا در رأس اونها حزب نهضت ایستاده است، نهضت اسلامی تاجیکستان، که حالا برادرهایی که قبل از من بودن اونها هم بعضی فکرها را مطرح کردند و بعضی امیدهایی که از این حزب داشتن را بیان کردند، گفتند که حزب باید چنین باشد. یعنی در این حادثه ها و در این کارهایی که رخ داده است کدام دست ندارد و کدام اینها را به وجود نمی آورد. باید هموطنان عزیز ما بدانند که این محصول ظلم، محصول استبداد، اگر در یک نقطه بگیم این محصول یا که نتیجه بی‌صلاحیتی حکومتی که تا امروز تاجیکستان را اداره میکند همون است و در رأس او هم خودی همون رحمانوف است، خودی همون عائله هست. این چیزی واضح است. من برای کسانی که الیتی که در دولت شامل هستند و دل اونها میسوزد برای این کار، برای این ناروایی ها، برای این
برای این قانون ویران کنی ها، برای این خلافکاری ها، اما جرأت ندارن، نمیتوانند، ترس انسان هستن اونها هم، نمیتوانند که صدا بلند کنن. برای اونها حق میدهم که اونها این را داشته باشند، چون که این حکومت ظالم است. این حکومت همان گونه که گفته بودن با خون آمدن، میخوان که با خون برون. بی ناموس باشه میگه اما حکومت کنن. یعنی مادامی که چنین باشد، دیگر یک آدم عاقل در هیئت حکومت هم شامل باشد، پس او احتیاط میکند، از انسانی خودش استفاده میبرد، گاه در خرسندی است، گاه در زیقی است، او را ترس فرا میگیرد. برای اونها هم این حق را داده شود. من این حق را برای اونها هم میدهم. اما این حادثه ها، حالا ما در موضوع بدخشان هستیم، یک عده کلانی از برادرهای ما، جزئی از مردم ما، در یک منطقه کوهستانی، در یک جایی که هوا سرد شده است، در میدان قرار دارند. فرزندانی که اونها را از دست دادند و شهید شدند با همین تهمت ها، با همون تهمتی که در خانه من اسلحه ماندن، در خانه یک اعضای ریاست دیگر بردن اسلحه گذاشتن، در دفتر نهضت گذاشتن، یک عده دیگر را به یک کار دیگر تهمت کردن. یعنی فرزندایی که با ان همین تهمت اونها را به قتل رساندن، اونها را شهید کردن، جثه های آنها در پیش و در میدان ایستادگی هستند. اونها میدونن که اگر حکومت هم دیگر شود، اگر خواسته های اونها هم اجرا شود، این جوان هایی که از دست رفتن اینها دوباره بر نمیگردن. اما میگوین همان گونه که میگفتن بزرگای ما که ما تن به فنا دادیم تا زنده شما باشید. اونها در همون میدان ایستادن، فرزنداشون جان را دادن، جانهای خود را نیثار کردن، تا اینکه ما و شما، تا اینکه در عموم کشوری عزیز ما زنده و آباد باشه. انا همین حادثه بیاید ما و شما هموطنان عزیز فکر بکنیم. حالا من وقتی که دارم همین صحبت رو میکنم، یک روز قبل یا یک شب، همون شبی که همین کار اعلان شد، راستی خوابم نبرد. همه کسانی که اونها دلشون برای وطن، برای کشور میتپید، همین حادثه را، همین حالت برای اونها بود. چون که من در همون شبکه مجازی هر کی را میدیدم که آه میگفت، اون کسی بود که از وطن به خاطر وطن بیرون شده بود. ما بارها گفتیم و باز هم میگویم استاد علی، ما از کشورمون برای کشورمون بیرون شده هستیم. من در همونجا دو چیز نوشتم، یکیش محصول فکری خودم بود و یک برادری که با تلفن برای من گفته بود که مردم بدخشان بیدار است و آری از بیماری های تاجیکی. من همون را در درون ناخونه گرفتم و همون را هم نوشتم. باور کنید تا این روز نمیدونم که 6 کس است یا 10 کس است از بعضی برادرهایی که آنها صاحب علم هستند، اهل علم هستند، میفهمیدگی هستند، خوابداملا هستند، با کمال احترام برای اونها نسبت این که اونها موقع گیری دارن و با من در این باره بحث میکنن، خیلی خودم را ناراحت حس میکنم. من در جواب دادن انا همون سوال ها هستم که شما یک داملای کلان، شما از یک مردمی که اونها خب اسماعیلی هستند، یعنی واقعیت را باید بگویم. من گفتم که من ناراحتم از جواب دادن این سوال. برای چنین شخصیت ها همین سوال را برای من مطرح کردن، برای من بسیار حیرانم که چگونه اونها خب یعنی یک دانشمند هستن، یک وارث پیغمبر هستن، خب از شریعت و از دین و از اینها با خبر هستن، اما در ذهن اونها این سوال می آید و میخوان همین را مطرح بکنن، همین را بحث بکنن. حالا من نمیدونم که اونها گرفتاری کدام چیزی هستن، مجبور هستن این نه، اما اگر ما از نظر انسانی هم بگیریم، این گونه سوال را مطرح کردن عین پایین ترین از درجه انسانی هم نیست. میگوین که شما قصد همین کار را کردید. در سال 92 هم مقصد که جنرال نوجوان بود و این کار همین خیل شد و حالا هم همین بدخشانی ها، همین کسانی که مولا میگند و پیشوا میگویند و همین چیزها را میگویند، شما یک عالم، یک داملا همین را میکنید. پس یعنی ببینید ما در یک مشکلات خیلی سخت قرار داریم از یک طرف،
یعنی مشکلاتی تفریقه انداختن. یعنی این حادثه در بدخشان شده است و برادرانی که در بدخشان این کار را چند بار است که میکنن، یعنی جانشون به لبشون اومده است و میخواهند که نشان بدهند، یعنی همون گونه که او برادر گفته بود که عاری از بیماری تاجیکی، یعنی اونها غیور هستند، اونها شجاع هستند، اونها شهامت دارن، واقعا به این قائل باید بشیم. یعنی این کار همون گونه که بعضی برادرها اشاره کردن که جرقه زده است، یعنی از این به بعد این جرقه ها میزنن دیگه، از این به بعد دیگر، چون که نتیجه 30 سال کاری حکومتی به صلاحیت ناعهده برا منفعت تاجیکستان را زیر پا کرده است، از این به بعد نمیگذارد که اونها این گونه دوام بدهند. در هر گوشه و کنار کشور ما این کار رخ میدهد. اما این چیزی که من بحث با اون دانشمندها البته گفتم که با کمال احترام و الا در داخل این خونک میگویم دانشمندها، یعنی این یک حقیقت را، یک واقعیت را برای ما میگوید که یعنی در صددی انداختن اختلاف و تفریقه برای چنین حادثه ها وجود دارد. تاجیکستان هیچ کار در پیشروی نکرده است. حکومت تاجیکستان در کدام کار پیشروی نکرده است الا در تفریقه انداختن، الا در جدایی انداختن، الا در شیطنت. پدر را با پسر دشمن کردن، دختر را با برادر، زن را با شوهر، یک منطقه را با منطقه دیگر، نمیدونم اول کلا بود حالا آمده است دنغره، از دنغره هم آمده است حکومت قرار گرفته است در یک عائله. یعنی امین تخم را انداختن است. پس یعنی ما در یک بگیم واقعیت تلخی که میخواهند این شهامت، این شجاعت، این جرقه همان گونه که برادر گفتن و این که خب بیداری را میخواهند که باز هم با تفریقه و باز هم با یک طرف دیگر بکشن. این را همه برادرهای ما، اهل علم، مخالفین، اهل ادب، حقوق شناس ها، کدام هایی که واقعا دلشو برای کشور میتپد باید آگاه باشن که چنین کارها هست. مادامی که برای تفریقه انداختن از دین استفاده میبرند، مذهب را پیش رو میارن، شما این گونه میکنید. خب من هم دیگر جواب دادم بالاخره برای یک دشمن گفتم که خب مولا میگویند، مولا گفتن که ما مولا میگم، پیغمبرمون مولامون است، حضرت علی مولامون است، خب حضرت امام اعظم مولامون است، همه ائمه‌مون ما مولا میگوییم. خب حالا چی بد است که اگر ما آقا خان را مولا بگوییم، یک رهبری دینی، یک رهبری خب عقیدوی، خب هیچ یگان جایی چی ندارد، ما در شریعت هم نداریم یگان بنده که این کار را مانع شود. اما این بهتر و خوبتر است، ما در اینجا یگان دلیل معنی منع شدن این کار را نداریم، اما پیشوا گفتن و پیشوا نگهبانی شما و شما را پیشوا محافظت کند و خب در مسجد هم پیشوا گفتن، امام هم بعد از فاتحه یا که قبل از نماز و بعد از نماز پیشوا گفتن و پیشوا خواستن و دعا خواستن و کشور را به او دادن و ناجی سیاره گفتن، این از او بدتر است. این را نمیبینید که اومدید امروز با این لفظ الفاظ شما میخواهید تفریقه بیندازید، شما میخواهید شهامت این مردم را از بین ببرید، شما میخواهید که طرفداری یا اینکه یکجا شدن این مردم را که یعنی مشکلات زندگی به این کار آورده شو، شما میخواهید که مردم را تفریقه بدازید این کار. بنابراین همین هم مخالفین و هم هموطنان عزیزی ما باید هوشیار باشند، باید زیرک باشند. خب زیرکی، حالا من سیاسی میگیم، زیرکی انسانی، سیاسی، مذهبی، دینی خود را به کار ببرن، با این گونه اغواها داده نشوند. بدخشان جزئی تاجیکستان است، یک جزئی که به اون نمیشود که دست باشد یا پا باشد، نه، یعنی قلب، یعنی جزئی که در درون دل است همون است. کولا جزئی یک همون قلب است، قراتگین یا غرم جزئی از همون قلب است. خب سوخت همچنین، دوشنبه، همش اینا جزئی اساسی کشوری ما هستند. این گونه نیست که دست باشن پا باشن به اونها بشود. ما همه بدخشانی هم، من یک دوملا بدخشانی هستم و یک بدخشانی منی دوملا هست. الان استاد علیم الان محمد سعید است و من استاد علیم هستم.
باید انا همین را فراموش نکنیم. این هیچ منافات به مسائل عقیدوی، مذهبی یا اینکه در عبادت یا در اخلاصی به خداوند ندارد. ما همه مسلمان هستیم. اگر من به خود را بدخشانی میگویم، اگر خود را استاد علی مرا خود را مثلا حنفی یا محمد سید میگوید، به اعتقادات ما کدام ضرری ندارد و هموطنان ما این را خوب بدانند و مخالفین هم خوب بدانند که در صدد تفریق انداختن یا اینکه به دیگر طرف بردن این حرکت یا این بیداری هست کشور و در این کار مهارت دارد. هیچ کارنده اگر پیشروی نکرده باشد طولی 30 سال این کار را به دست آورده است. خب پس این است آن چیزی که من برداشت میکنم از همچون یک عالم دینی در نسبتی خب قضیه دینی. اما در قضیه کشورداری واقعا هم من گفتم این حادثه ها دسیسه کدام کسی دیگر یا اینکه دستی خارج اینها نیست. این چندین براتیب است که در بدخشان در فرارسیدن سرما همین حادثه ها رخ میدهد. خب حالا ما کسانی که میگویند که نهضت را جدا بکنن، ببینید رئیس ناحیه یکی از ناحیه های ما برادرمون که شهید کردن اون را ببخشند نامشون سبزلی، برادرمون سبزلی رئیس منطقوی را خب بسیاری از اعضایان حزب را گرفتن، گفتن که مردم گفتن که اینها همون حزب سیاسی هستند و همونهایی هستند که مثلا که مسئولیت حزبی دارن. حالا ببینید از 2015 است یا که از 2016 است دیگر فعالیت حزب نیست. اما کش حکومت دارا تا به حال چرا که این اغوا اندازی از این اغوا اندازی دست نمیگیرن؟ مسلمان ها را ببینید به صورت تبلیغی، به صورتی نمیدونم سلفی، به صورتی با نمیدونم که اخوانی، با نمیدونم که با کدام چیزی دیگرش، خب با فیلم های مبتذل و رسوا ساخته گذاشتن چهره اسلام مسلمان ها را بد کردن. خب نهضت از 2016 بیرون اومده است. چرا تا به حال این کار رفته ایستاده است؟ تحقیر مسلمان ها در داخل مسجد ها، میاد در مسجد حقارت میکند، دشنام میدهد، امام را خب نمازخوان را صدای اذان را بلند میکردگی را پلان میکند. مسجد میاد در داخل مسجد خب موسیقی میگذارن، بزم رقص و سرود تشکیل میکنن. خب و اینها با نهضت یا اینکه با یک حزب سیاسی چی دخالت دارن؟ حکومت که رفت از فعالیت که قطع شده است. تنها فعالیتش اگر از این طرف بگیریم به خاطر این است که یک عده از اعضاهای او در زندان هستند و این حق معنوی دارد که از اونها دفاع بکند و بیگناهی اونها را اعلام بکند. حالا از طرف نهضت یا از طرف پیمان یک سازمان دیگر در بیرون تشکیل شد برای آزادی کشور، کدام یک دعوا، یک ادعا، یک دعوتی که شما تظاهرات بکنید، شما مثلا که حکومت را سرنگون کنید، شما این نیست. تنها حمایه از یک گروهی که با تهمت اونها زندانی شدن، این حق معنوی اونها است. پس هر کاری را که برای منفعت خود هست اگر یک طرف کشور بسوزد از بین برود، اون را انجام دادن و اون را به نهضت و اون را به مخالفین نسبت دادن و اون را در عموم به اسلام به اینها نسبت دادن، این یک دسیسه جویی است، این یک تهمت جویی است، این یک نهوده برای از حکومت است. تمام ثروت و دارایی حکومت در اونها هست. حالا هم سیر نمیشوند، باز هم میخوان که با این راه همین کار رو بکنن. حالا ما مشکلات یکم زندگی را بی‌برقی داره، این حصار اقتصادی هست، خب مردم بیکاری هست، زیاده از 2 میلیون میگفتیم، حالا معلوم شد که 3 میلیون مردم ما در بیرون گشته ایستادن، کار میکنن. من در هر چند برنامه ها دیدم مثلا هیچ یک کارگری تاجیک، یک نفر مهاجری تاجیک که برای کار میرود هیچ ارزشی ندارد، در این پرای روش سیله میزنن، باز بیچاره مجبور است که این پرای روش بگذاره که با در این پرای سیله بزنن، برای اون که تو تاجیک هستی، برای تو بی‌صاحب هستی. همه این مشکلات وجود دارد. برای آنکه اینها را برطرف کنن و نمیتونن، حالا قبلا پیش از من یک خواهر هم با گریه و با خیل و علم گفت که دیگر نمیتونه اداره کردن، نمیتونه. ای موسفید، ای چی میگنش،
شرابخور، یعنی مست و مخمور، دیگر نمیتونی تو. آزاده تو خودش حکومت شده است، رستمت حکومت شده است، حسن تو یک حکومت دیگر شده است، امنیتی تو یک حکومت شده است. اینها با اینها قطعی تو نمیتونی که یک رئیس ناحیه را، یک آدمی با صلاحیت نهادی و متخصص را تو در اونجا بگذاری. یک کارمند امنیتی را، یک کارمند حفظ حقوق را نمیتونی که تو یک متخصصی را که برای کشور کار بکند نمیتونی بگذاری. اونها دخالت میکنن، اونها در اون رایون ها، در اون ناحیه ها، در اون منطقه ها منفعت دارن و منفعت های خودشون هم میخونن. نمیتونی دیگه تو نمیتونی این کار را کرده. بیا این کارها را که نمیتونی واقعا برای پارلمان صلاحیت داده شود، برای وزیرها صلاحیت داده شود. اداره کابینه وزرا باید از متخصصین باشند، در فکر این کارها باشی. به ولایت ها، به ناحیه ها برای اونها استاتوس و صلاحیتی کار کردن داده شود. و ولایت مختاری بدخشان صلاحیت های قانونی خودی او را داده شود تا که اونها کار کنن، پیشروی بکنن. اینها را گذاشته به خاطر این که نظر مردم را از این مشکلات دور بکنی. نظر مخالفینی که امروز جمع شدن به خاطر محبوسین بیگناه خود امروز هفته ها و روزها را مقرر کرده و از اونها یاد میکنن و افکار مردم در این چند مردم این را احساس کرده ایسن، این حقیقت را دیده ایسن. به خاطر این که مردم را فکرشون به دیگر طرف ببری، یک بار میره در مرز قرقیزستان جنگ میاندازی. مردمی که میره من خب سرزمینی، حالا من بخشش باشد از جمهوری همسایه قرقیزستان که من کار ندارم و چین کار ندارم، اونها را عیب نمیگیرم که اونها زمینی ما را گرفتن یا که میگیرن. یعنی این معامله این نادرست ناتوانی این است که یک مردم از روی احساسی خود تراگاه دارد در اونجا، خوابه که در اونجا آب انبار دارد، وقتی میرود در اونجا هیچ کسی نیست که دستی او را بگیرد کمکش کند تا اینکه از این ثروت‌های بابایی خودشون برای زندگیشون استفاده کنن. مجبور میشن میرن خودشون تلاش میکنن اون را بگیرن. تو میرای در پسی در پای بسته با اونها میشینی، معاهده میکنی، با میگردونی اونها را میدی. یعنی این کارها را انجام دادن یا این جنجال های مرزی را، همه اینها دستی خودی تو هست، بازی های تو هست تا اینکه شجاعت، شهامت، قدرتمندی مردمی خود زیر پا ببری تا اینکه حکومت اوست. و این حادثه که الان شده است. خب فتحالدین مرحمت، فتحالدین سخن به شما. سلامت باشه یکا. ما اینجا هنوز تظاهرات ما در اینجا ادامه دارد و فعالانی که در اینجا جمع اومدگی هستند با مجریگی اکای محمود جان از رحمانوف ادامه دارد و طلب و درخواستی که مردم اینجا دارند از حکومت با یک صدا، با همدلی با مردم بدخشان، بس ظلم است، ظلم بس، عذاب و شکنجه، قتل و کشتار بس است گفته است دادن. و اینجا نگفته نماند که درخواست طلبات های مردم هم در بیانیه‌ای که ما درج کردگی هستیم با سه زبان، زبان انگلیسی، زبان آلمانی و زبان تاجیکی قرائت شده و با سازمان و چیزهایی که زیربط هستند تقدیم کرده می شود. و ما متاسفانه چنانکه که می‌بینید در نزد سفارت جمهوری تاجیکستان در شهر وینا کشور استریا هستیم قرار داریم. و چنانکه که دیگه به همگان معلوم است این مردم، این مقامداران و اینایی که در داخل این اتاق‌های گرم با پول ملت در اینجا استراحت دارند، فکر و نظری در باره این ملت ندارند. اینها تنها برای عیش و عشرت و برای سرگرمی خود در این اتاق‌های گرم چی قرار دارند، ولی مردم مظلوم و مردم جفا کشیده تاجیک در این سردی ها در میدان ها با همدلی، با همراهی مردم بدخشان در این میدان ها جمع آمدگی هستند و صدای خود را بلند دارند و با یک صدا، با یک آواز گفته ایستادیم که بس از ظلم، بس از قتل و کشتار، بس از عذاب و شکنجه، بس از زندان کنی های بے گناه.
تشکر زیاد. اونجا از البته از سفارت پیش شما یگان کس نبرمد. بله ما همین توقع نداریم، ولی به هر صورت باز همون راه‌های قانونی است و راه‌هایی که چی است همون را ما استفاده کردیم و اینا خواستیم که برسونیم به گوش حکومت و مقامات دارایی که خب همون مراجعت نامه خودتون رو از طریق الکترونی، پسته الکترونی به سفارت و به دیگر یا وزارت کارهای خارجی یا سفارت روان میکنید؟ بله حتما این در نظر است که با 3 زبان ما بیانیه را آماده کردگی هستیم. فعلا با زبان تاجیکی، زبان آلمانی قرائت شد، شاید با زبان انگلیسی هم قرائت شود. حتما که ان شاء الله که روان میکنیم. خب یگان برادران دیگر گفتنی ندارند اونجا با مردم؟ در پخش مستقیم است اینجا، اگر رو نظر داشته باشید. و برادر خالد که از فعالای دیگر است میتونه که فکر نظرش اینجا بگه در استودیو اصلی در پخش مستقیم. سلام علیکم. ما خیلی که معلوم است میدونه در همین تظاهرات با جمعی از برادران شهروندان همین جمهوری تاجیکستان قرار داریم و حالا دارد ادامه دارد. میرا گفتنی هستیم دیگه که ما در کنار مردمی تاجیک، در کنار ملتی مردمی بدخشان بودیم و هستیم. سلامت باشید، سلامت باشید. خب برمیگردیم به استودیو. زنده باشید، سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنیم. برمیگردیم به استودیو. مرحمت برادر. با عرض سلام و ادب معلم محترم علیم شیرزمان. واقعا ما اولا میخواستم همدردی خود رو برای مادران جگر ریخته که امروز ها فرزندان شجاعشان را از دست دادن، همدردی خود رو صدقاً بیان میکنم. خداوند بگذار که همیشه این عمل این جوانان برای دیگر جوانای ما نمونه باشد که ما در روزی روشن مردم شجاع را از دست یک حکومت ظالم داریم از دست میدیم. ما از روزهای اولی به قدرت آمدن رحمانوف شاهد آن هستیم که این حکومت بیشتر یک سیاستی تعصبی قومی و دیگر کاری نکرده است. برای مردم عزیز گفتنی هستم که بدخشان این قوله همه تاجیکستانی ها ما هست. ما حق و حقوق نداریم که در این شب روز بی‌طرف باشیم. و همین خاطر به مردم عزیزم مراجعت میکنم که دیگر بس از خاموشی بس است. این یک رمزی به روزهای نیکی بودن رساندن ما است. اگر ما عکس العمل نشان ندهیم از این هم بدتر میشیم. وارکن صدا گلوگیر میکند. خیلی سلامت باشید. ما خب شاید از کارمندان تکنیکی التماس دارم، شاید محمد سعید رضایی استاد چیز خاتمه نیفت برآمدش، شاید جنبست کنند. محمد سعید. خب باشد معلم عزیز. خداحافظی کنیم. باشد معلم عزیز. خداحافظ. سلامت باشید. خداحافظ. خوش آمدید. من صدقاً حس میکنم که شما یک فرزند خود رو از دست دادید. باور کنید برای ما خیلی دردناک است.
برای جوانو بس کنید دیگه شعر و روباه و گرگومن شیرینه را عمل کنید. حرف زیادی چی در سلامت خداوند باشید. صبر جمیل. ما در کنار شما همیشه هستیم. معلم محترم سلامت باشید. خداحافظ. محمد سعید رضایی جنبست کنند بعد به دیگران میگذاریم. استاد مرحمت شما در افیرید. شما همان گوشه ها را مونید، شما بعد ما را نمیشنوید. از اینجا عبرت سویز نیست. گوشه ها از شما گوشه هاتون غلطیدن، شما دیگر ما را نشنیدید. ما گفتیم که به افسر برمیگردیم که شما ما را نشنیدید. خب بله من بخشش باشه. حالا صدای من اومده ایستاده است؟ بله بله بله. خب بخشش باشد که اینجا دیگر توسط دستگاه ها هست، همون گونه که قبلا از هموطنانمون و برادرای بدخشانیمون معذرت خواستم که با حکم تقدیر دور از اونها هستیم. با حکم تقدیر با معذرت از شما میخوایم که همین دستگاه ها هستن دیگه. من نمیدونم صدای شما ناومده ایستاد است به من. همین حال هم نیست؟ حالا شد دیگه، حالا هست. همون گوشی ها که نبودن صدا نبود. درست است. خب من گفتنی بودم که دیگر بر جای آنکه به رسیدگی به مشکلات کشور کنن، افکار مردم را، ذهن مردم را با چنین اغواها که این برادر شهید ما خب دیگر اسلحه داشت و اسلحه غیر قانونی داشت و بالای او دعوا بود و برای این پرانده شد و خب با چنین یک دسیسه هایی که 30 سال اون را آموختند و تکرار کردن، ذهن مردم را از این مشکلات بردن است طرف. حالا مردم دیگر واقعیت کار را میدوند. این را من برای حکومت میگویم. من مطمئن هستم که دیگر رحمان با کمندش نمیتواند که کشور را اداره کند، نمیتواند که آرامی و امنیت را برای کشور بیارد. برادران عزیز، هموطنان عزیز، آرامی و امنیتی زیستن یعنی در بیجنگ بودن نیست. اینکه ما چند خانه های شیشگی و بیتانی داریم در این نیست. امنیت و آرامی در آسوده زیستن، در سیری، در پوری، در اطمینان خاطری ما و شما است. یعنی اون کسانی که در پهلوی رحمان و کمند رحمان از خانواده خودش هستن این را تامین نمیکنن، نمیخواهن، این را نمیتونن. این را مطمئن باید باشیم. و برای مخالفینی که در بیرون هستند من میگویم که برادرها و برای کسانی که اونها ذهن فکری سلیم دارن، انگیزه کشور دوستی و محبت دوستی دارن، این حادثه هایی که در خراسان شد، در نزد کسه های چیپته ها شد، در خوبین بدخشان چند بار دیگر شده ایستاده است، اینها دیگر ساختن نیستن. از این به بعد این چیزها میشوند. صدای من هست؟ صدای من هست؟ صدای من هست؟ خب دوستان عزیز، خبر عاجل از خروخ. من هستم، صدای من هست؟ صدای شما هست، بله. خب خبر عاجل از خروخ. در وقتی برآمد رئیس به نام رئیس ولایت الشیر میرزا نباتوف در همان تظاهرات پرووکاسیون شده است و از طرف مقامات قدرتی به سوی تظاهرگران تیر خالی شده است و 6 نفر زخم برداشتند. از این 6 نفر 4 نفرش نسبتاً زخم سبک برداشتند و 2 نفرش زخمی میانه وزنین گرفتند و خب پرووکاسیا کسی به پرووکاسیا رو داده است و چنین به نظر می رسد که این مقامات میخواهند با هر روی میخواهند با استفاده از زور تظاهرات رو پراکنده سازند و همین خبر عاجل و نو بود
استاد محمد سعید شما انتظار باشید. اینجا عمر تیجه را یک گوش کنیم. این برادر خیلی انتظار کشید. رحمت الله و برکاته. صدای من باشد اکی علی؟ سلام جنت الله، سلامت باشید. هستم دعای شما. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله و صلاة و سلام علی رسول الله و علی آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، خب بنده هم همچون یک فرد تاجیکستان نمیخواهم که در این قضیه و در این مشکلاتی که بالای برادران ما و شما در بدخشان آمدگی است بی‌طرف باشم. از همون خاطر چند تا مسئله هست که در اینجا میخواهم پیشکش شما و پیشکش بینندگان و از جمله برادران بدخشانی همون بکنیم. قبل از همه من میخواهم ما شما و همه بیننده و شنونده که در اینجا دارین 1 دقیقه سکوت را اختیار کنیم و همه کسا خواندن سوره فاتحه را بر روح اون شهیدا و اون کسایی که برای ناموس خودشان جان دادن ببخشید. من خواهش میکنم که در برنامه ها همیشه از قربانی های خودمان یاد کنیم. بیاین 1 دقیقه خاموشی را برای احترام اون مردم و احترام اونها بگذاریم. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. الحمد لله رب العالمین. صراط المستقیم. خب بازم با اجازت باشد، البته این اندکترین چیزی هست که ما میتونیم برای آن برادرامون با تأسف زیاد میگویم که انجام بدیم. قبل از همه همدردی خودم رو، همدردی اهل خانواده خودم رو و همه اون تون گم شد. کی؟ صدا نیست. از یگان کس نیست. داملا جنت الله صدای شما نیست. داملا جنت الله نه، صدای شما استاد است. خب تلفنتون هم چپا کردید جنت الله. خب خیلی باشد. صدای من هست؟ صدای شما هست، بله. خب اگر برادرها کدام پشتی نوبت باشن، اگر نه من سخن خودم را میخواهم تکمیل کنم. صدای جنت الله نیست. صدا میاد ولی فعلا. بله اومد. بله بخشش باشد کسی در تلفن زنگ زد متاسفانه قطع شد. خوب میخواهم صحبتم را دوام بدهم که همدردی خودم و اهل خانواده و کسانی که میشناسم و همه اون قربانیان و خانواده اونها به مردم بدخشان میخواهم بیان کنم. مردم بدخشان انشاءالله که تنها نیست و هر یک فردی آزادخواه ملت همیشه در پهلوی اونها خواهند باقی بمونند. واقعا هم خیلی جای تعجب است که برای یک کاری احمقانه یک کارمند پرکرار ما بخیزیم چند تا از نفری آزاد اندیش و از هموطنان قتل برسونیم یا بالای اونها تیر خالی کنیم. این بالاترین درجه وحشانیت است. این کار را البته کسانی انجام میدهد که در اونها خون انسانی وجود ندارند. من در اینجا با صدای بلند و میخواهم بیان کنم که
هر جوانی که وقتی که از ناموس خودش دفاع میکند و کشته میشود اون شهید است. هر کسی که باشد اون جوان. من خیلی خوشحال شدم که یک جوان تاجیکی ما و شما در بدخشان برای ناموس خودش شده، برای ناموس یک زنی تاجیک شده میخیزه میرود اون کارمند باشد، هر کسی که باشد از گلوی او میگیرد و میگوید تو این کار نامعقولی و بد اخلاقی را انجام نده. پیامبر علیه السلام میفرماید که و من قتل دون عرضه فهو شهید، او کما قال علیه السلام هر کسی که برای حفاظت ناموس خودش کشته شود اون شهید است. اگر این گلبدین شهید نباشد پس کی است شهید؟ خیلی خوب میشید که برادران ما و شما در دوشنبه باشد، در کلاب باشد، در خوجند باشد، در هر جای باشد که مثل این جوان از ناموس خودشان حفاظت کنند، ناموس خودشان را نگاه کنند. این عیب است که هر کسی که بیاید به ناموس تاجیک، به زن تاجیک، به دختر تاجیک دست دراز کند و ما خاموش بستیم و هیچ حرفی نزنیم. باور کنید بهترین کار را، بهترین و بزرگترین عمل را انمین جوان گلبدین انجام داده است. و هر آن جوانی که رفتن اون پرکرار احمق را، اون پرکرار دور از اخلاق را به جوابگری کشیدن برای این کار کردگیش، برای هر یک قدمش باید بگویم که احسن. اونها اوباش نیستن، اونها هیچ کار بد اخلاقی نکردن، بلکه اونها بهترین نمود اخلاق را برای جامعه نشان دادن. اوباش کسی هست که بالای مردم تیر میپراند. اوباش کسی هست که به دختر مردم سخن ناجا میگوید. اوباش کسی هست که به ناموس مردم دست درازی میکند. اوباش کسی هست که حق حقوق مردم را میخورد و پایمال میکند و میدزدد. این جوانی که میرود از ناموس خودش حفظ میکند، ناموس خودش را نگاه میدارد، اون احمق و دور از انسانیت را میخواهد به جایش بشناند، اون هیچگاه اوباش نیست، بلکه کار درستترین را کردگی است. از همین خاطر خواهش من همین است که برزم اینه که همدردی ما را بیان میکنیم، با دل و وجدان و هر کس به قدر امکان خودش باید در پهلوی این برادران مظلوم ما باشد. من رأى منكم منکرا فلیغیره بیده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان. اگر امکانیت داریم که از نگاه فیزیکی کمک خودمان را برسانیم، کوشش کنیم که با اون برادرها کمک برسانیم. اگر نتونستیم لااقل با زبانمان سخن حق را بر علیه این گونه ظالما بیان کنیم و از این مظلوم ها پشتیبانی کنیم. گلبدین و اون جوانایی که شرکت کردن، از ناموس خودشان دفاع کردن، من با صدای بلند و با ایمانی پر از خودم بیان میکنم که اونها بهترین کار را انجام دادن. اونها نه اوباشن نه هیچ چیز، بلکه از تمام جوانان دیگر ملت هم خواهش میکنم که انمین گونه از ناموس خواهر و مادر و زن تاجیک باید حفاظت کنند، باید ناموسشان بلند باشد. سلامت باشه. و دیگر اینجا یک مسئله رو میخوام که از شما میخوام که پس در برنامه خودتان در آخرش اعلام کنید. ما برادرانی که در آلمان قرار داریم و انشالله به خاطر که در پهلوی برادران خودمان باشیم، فردا ساعت 1 به وقت آلمان در این کشور آلمان یک تظاهرات بزرگ رو میخواهیم راه اندازی کنیم و از همین خاطر از همه برادران و از همه تاجیکستانی هایی که در آلمان شرکت دارند، در آلمان زندگی میکنند، مقیم این کشورن، خواهش میکنیم که بیاین سهم خودشان را در همدردی، همدلی با برادران بدخشانی و بر علیه ظلم و ستم سهم خودشان را بگذارند و دیگر برادران در این مسئله بی‌طرف نباشند. انشالله میخواهیم که اندکترین چیزی که از ما برمیآید در اینجا با برادران بدخشانی همان ابراز کنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کدام شهر آلمان نگفته؟
و کدام شهر؟ انشالله که تظاهرات در شهر دورتموند آلمان برگزار می شود. من حتما انشالله که بعد از این برنامه اعلان را در فیسبوک و در شبکه‌های اجتماعی خدا خواسته باشد نشر میکنم و آدرس دقیق را هم در اونجا بیان خواهیم کرد. زنده باشید، سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خبر عاجلی که اون رو رسوندیم جزئیاتش همین خیلی است که خب طبق گفته های شاهدان عینی که در امان تظاهرات هستند گفته می شود که وقتی که رئیس ولایت می براید و یگان پیشنهاد یعنی یگان قدم به سوی مردم نمی نهد، یعنی یگان وعده نمی تید، وعده دروغ هم باشد نمی تید و قدم به سوی مردم نمی نهد و فقط از مردم طلب دارد که میدان را خالی کنند و تهدید می کند. مردم به شور می آیند و خب مردم جان بلب آمده به شور می آید، مغل می کند. او طاقت این مغل را نمی کند و رفتن می شود که این مردم از عقبش همین خیل حرکت می کنند. از امان بنای از آشانه بلندآشانه بنای مقامات محلی حاکمیت دولتی در شهر خاروخ که است در قفای بت اسماعیل سامانی، انا در همون جا از آشانه سیوم یا چهارم به طرف مردم تیر خالی میکنند و شاهدان میگویند که محض به همون طرف تیر خالی میکنند که محمد باقر همونجا ششته است. یعنی این یک پرووکاسیون به خاطر شاید از بین بردن همین شخص باشد و نفران زخمی میشوند که در نزدیکی همین شخص بودند. تا چه اندازه این واقعیت دارد من به گردن نمیگیرم. این از خاروخ آدمایی که برداشت آدمای تظاهرات خاروخ است که محض به همون سو تیر خالی کردند و 6 نفر زخمی شدند. از این 6 نفر 4 نفرش در خب بیمارستان نوساخت آقاخان جاگیر شدند و 2 نفر دیگر در بیمارستان ولایتی و میگن که همون 2 نفر به فکرم کمی زخمشون جدیتر است، ولی او 4 نفر میگن که با زخم‌های سبک. یعنی شکر الهی که از خدا امید دارم که با خطر به جان یگان تای اونها نیست و برای مردم خاروخ، مردم بدخشان ایستادگی را تمنا داریم و برای مردم دیگر مناطق تاجیکستان جرأت و متانت را طلب داریم که در این روز و ساعت ما شاهد آن شدیم که اوانگارد آمد به خاطر ما را دروغگو برآوردن، ما را سیاه کردن، آمد در نزد قرارگاه سازمان ملل متحد در دوشنبه تظاهرات کرد و با این عمل نشان داد که این تظاهراتگران شهر خاروخ هم یگان قانون را ویران نکردند و به یگان جوابگری کشیده نمیشوند، چون که اگر برای اوانگارد لازم باشد میروند دفتر سازمان امنیت و همکاری اروپا را شپلاق میزنند و سنگ و چوب خطی میزنند، باز به یگان اجازت نامه، به یگان پاسخ باز میآیند امروز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد شور و مغل میبردارند و از این یگان خود همین حرکت ها نشانگر آن است که مرکز میخواهد واقعا همان پیشگویی که بنده کردم در مصاحبه با کدام رسانه خبری، در خاطرم نیست او رسانه، مرا پرسیدند که سبب از وظیفه سبکدوش شدن یادگار فیضوف در چی است. من گفتم که یادگار فیضوف رو همچون در وضعیت امنیتی همچون یک منیجر بحرانی با رئیسی انتخاب کردند و
شاید یکمین رئیس ولایت باشد که به رشوه همین وظیفه رو به دست آورده باشد، چون که حکومت مرکز با او ضرورت داشت و چون چرا او را از وظیفه آزاد کردند؟ چون مرکز دیگر ضرورت به چنین میانجی صاحب اعتبار در بین مردم بدخشان را نداشت و به مردم بدخشان گفتنی است که برای ما اکنون صاحب اعتبار و صاحب احترام شما در کار نیست، برای ما به میانجی بین همین قشونها و ساختارهای قدرتی خود و شما جنایتکاران همه بدخشانی ها که یک گروه متشکل جنایی است، ما با شما ضرورت سخن کردن نداریم، ما دیگر با استفاده زور میتوانیم تمام مسئله ها را حل و فصل کنیم و همین پیشگویی من درست برآمد. امروز به نظر می رسد که واقعا همین عمل از پیش طراحی شده بوده است، به خاطر آنکه نشان دهند، زور خود را نشان دهند که ما دیگر نیاز به یگان یادگار فیض، به یگان سازمان با نفوذ بین الخلقی و دیگر نیاز نداریم، ما دیگر قدرت داریم که شما را هر نظامی که خواهیم بالای شما جاری میکنیم، هر طلبی که خواهیم شما آن را اجرا خواهید کرد. و این روز سیوم روز تظاهرات همین را برای ما اثبات میکند که مقامات تاجیکستان گفتنی هم که فورد به شما نفورد شما پراکنده میشوید. ما همه امانهایی که به ما در کار هستند بر اثر همین 3 روز بوران کسی را خواهیم به جوابگری باز میکشیم. از بین شمایی که در تظاهرات امروز شرکت کردید، اونهایی که امروز زخمی شدن، البته که اونها امروز باز سلاح به دست جنایتکار معرفی میشوند، یعنی اونها با سلاح به طرف حکومت هجوم کردند، حکومت جواب پاسخ جوابی داد، یعنی مقامات پاسخ جوابی تیر خالی کردند و آمدن این را باز بالای همان زخمی ها بار میکنند. و باور کنید همه زخمی های این 2 روز 3 روز علاقه پرونده جنایی بالایشون بار شده است. اگر بالای اونا پرونده باز نکنند، اینا مجبور میشوند که بالای اونایی که به طرف اینا تیر خالی کردن بالای اونا پرونده کشوند. و امروز چی میگن، گزینه از 2 گزینه یکی است، یا پرونده بالای مقامات کشاده می شود یا پرونده بالای معترضان کشاده می شود. سیوم گزینه نیست. سیوم گزینه هم است. در سال 2014 همان را انتخاب کردند. در سال 2014 ما طلب می کردیم که اینها قاتلان را به جوابگری کشند. ما اثبات کردیم که قاتل است، تفتیشات یافت قاتلان را. اینا طلب میکردن که اونایی که خانه همان پروکورور و سود را سوختن اونا به جوابگری کشیده میشن. یعنی اینا با ما را تهدید با اون کردن که اگر شما طلب کنید که همین ملیسه ها به زندان روند، پس همان حرکت جوابی شما هم، مردم شما هم 100-200-300 نفر زندان می رود. و آمدن در همین جا یک مساوی کردن و همان روز ساعت نه اونا را به جوابگری کشیدن و نه از این طرف پرونده سازی کردن. لیکن امروز باز در همان دوراهی مانده ایم. یا اگر همین زخمی های معترضان اگر پرونده سازی نشوند، مجبورند کسی که تیر خالی کرد او را به جوابگری کشند، ولی اینا آماده نیستند و حاضر به گفت روسا دلما همین خیل است. خب محترم تماشابینان، ما بعد چند از همین استودیو برنامه دیگر در استریم می رود و به فکرم آمادگی دیدن در کاریانه. خب ما به فکرم از کانال پیمان ملی تاجیکستان
شاید باز چند دقیقه دیگر داریم. اجازه باشه استاد علیم. بله تا 12:30 وقت داریم. 12:30 مجبور میشویم که با شما خداحافظی کنیم و بعد 13:00 باز از همین استودیو باز در کانال یوتیوبی از دو تیوی و کانال ماهواره‌ای پیام تیوی برنامه سوال روز در موضوع باز همین خاروخ چیز با میون گذاشته می شود و با ما همراه باشید. مرحمت استاد محمد سعید. خب خیلی هم خوب اعلام های خوبی هست در نسبت برگزاری تظاهرات یا اینکه یک جا بودن با برادرانمون با در بدخشان. خب من سر نقطه اساسی که مانده بود اون را اشاره کنم، بعد از اون پیشنهاد دارم به مخالفین و به علما و اینها و همون سخن خاتمه میدیم انشالله که کوشش میکنم کوتاه باشد. خب منظورم اینجا بود که سخن در اینجا بود که یعنی برای اینکه در جای اینکه یعنی با این مشکلاتی مردم رسیدگی کنن و مشکلاتی به برقی حل شود، بیکاری حل شود، حفظ شرف و آبروی مهاجرین کاری حفظ شود، خب دیگر معاش و نفقه و همه اینها تامین شود، ذهن مردم را کشیده ایستادن به دیگر طرف. من سوال میکنم برای اونها و این سوال همزمان با خود مخالفین هم هستند، کسانی که در فکری تاجیکستان یا اینکه آبادی تاجیکستان هستند. من خواست نمیکنم نهضت، پیمان 24 یا دیگر، همه کسانی که امروز و دلشون به خاطر تاجیکستان میتابد، همان گونه که برای حکومت است. خب ما گفتیم که حکومت دیگه صلاحیت ندارد، رئیس جمهور با کماندش این کار را نمیکند، اما از مقامات قدرتی، حالا کسانی که سلاح در دستشون هستند فرمانبرداری میکنند، هموطنان خود را تیر خالی میکنند، چی در مقامات حفظ حقوق هستند چی در نظامی هستند، عسکر بچه ها. برای اینها میگویم که حالا ببینید توبک‌های یعنی این جرقه نیست، این دیگر از این به بعد میشود مردم این مشکلات را خب دیگه طاقت نمیکنن. یعنی دنیا دارد وسیع میشود اما تاجیکستان دارد میاد به آیله و به نمیدونم به دیگر چیز میرود. یعنی مردم دیگه تا توان این را ندارن، نمیخواهند. و اگر دیروز در خراسان شیده بود، چند روز قبل بود در همین بدخشان شیده بود، چند تا جوان مرد دیگر از بین بردن، امروز با این سر زده است، با پگه سر میزند. یعنی شما فکر میکنید که با اجرا کردن فرمانی بالا و تیرخالی کردن و هموطنان خود را از بین بردن این کار حل میشود؟ این راه حل خودش هم یابد؟ این مردم نمیشیند. از اینکه با فرمانی نادرست برای کرسی فرمان رواهای خود را انجام بدهید فکر بکنید که همچنین کارمندانی با انصافی که در وزارت ها و در دیگر مقامات کشور هستند فکر کنند که چگونه این مشکلات را حل میکنند تا اینکه مردم به میدان نخیزند، به میدان نریزند. همین سوال برای مخالفین هم هست. من در سخن قبلیم در یکی از خب همین شبکه ها گفتم، همراه پیمان بود، من به علما خطاب کردم که سکوت شما با سبب خانوایرانی و بیرون شدن و به پدر شدن یتیم ها می شود، اما سکوت مخالفین یعنی این چیزی واقعی است. کدام دست خارجی در این کارها نیست. در کشور مردم به جان اومده است، اما در اینجا ایستادن تو نهضتی، من 24 من خب یک خب سیاستمدار مستقل و من یک ژورنالیست یا اینکه یک ادیب، یعنی طبقه ما با این شکل می ایستیم و مردم ما با همین صورتی خب تهمت، اتهام، با دروغ با اونها سرکوب میشوند یا که جان عزیزهای ما، جوانهای شجاع ما گرفته میشه. طبقه این کار دوام میکند. یعنی این چیز از داخل کشور شروع شده است، کدام دست خارجی در اونجا نیست. پس باید این خب دیده شود، دستگیری شوند اینها، باید اینها در یک چارچوبه در یک نظام انداخته شود. من حالا از همین جا میگویم من آماده هستم. قبل از من هم برادر عزت امان گفته بود، من با او مخالفت کردم در مسئله قرقیزستان که ما آماده هستیم، نمیدونم 20,000 ماشین یا اینکه چند هزار مهاجرین میرود. من شخصا
آماده هستم که با برادران بدخشانی خودم یک جایه باشم. اگر میتوانم از این روز به بعد با مقامات کشورهایی که برای ما پناهندگی دادن، با تشکر از اونها، با قدردانی از زحمت اونها، با اونها هم صحبت میشوم. با کسانی که در همسایه کشورهای ما هستند برای اجازت رفتن به کشورم که همین خیل مشکلات را دارد در فکر اون میشم که ما چگونه خود را در اونجا برسونیم. و میشود که من از اینجا در بالای کریسلو شیشته باشم و مقصد که پیش دهانم گرم باشد و با برادرهام از اینجا خطاب کنم. نه، این من دیگه قبول نمیکنم. من میخواهم که باشم تا میتوانم در فکر این باشم. خب با راههای قانونی، با راههایی که مثلا امکان اجازت این را میدهد، دیگر یگان خوفه. چرا برای برادر ما گلبدین خوف نبوده است، جانش از دست دادن. برای اون مادر که فرزندش گرفته است در اونجا ایستاده است، برای اون خوف نبوده است در پیش سیاست تیرهای رحمانوف ایستادن. و برای من از اینجا خوف بوده است که اگر من برم برای من مشکلات است. پس این هیچ یک معنی نداره. بنابر همین من صدا میکنم از خب حزب ها، حرکت ها، شخصیت ها در فکری این دستگیری، این خب چی میگنش، بیداری مردم که طبیعی برای مشکلات هست، برای جنجال برانگیختن نیست، برای اغوا نیست، برای هر مشکلات خودشون است. در این چارهش ببینن اگر لازم شود هماهنگ کردن با دفترهای حقوقی است، با همسایه کشورهای هستند که اونها با ما تا امروز بسیاری از اونها ما را همچون تروریست یا اکستریمیست نشناختند و ما میتوانیم که با اونها بریم هماهنگ کرد. اگر این گونه نباشد از این به بعد مشکل تر می شود، جان جوانهای ما گرفته می شود، منطقه ها با سرکوب می شود. اگر خدا انصاف بدهد سربازهای ما را، کارمندهایی که اونها در خب در کمیته های حفظ حقوق هستند یا نظامی هستند، اینها هستند که اونها انصاف کنند، اگر بالای مردم ما تیر خالی نکنند، جان جوانهای ما را نگیرند. و الا این برنامه هست، باید این اداره شود، باید راهش یافته شود و همچون جسماً با اونها یک جا بودن را باید که فکر و اندیشه را داشته باشیم. این است نظر من، فکر من. و این یک چیزی ساخته و یک چیزی دست خارجی نیست که خب دیگر اون دست کوتاه کرده شود دیگه مردم سکوت کنند و بروند. نه، این مشکلات مردم است که اونها جسورانه با غیرت به این دست دادن، قیام کردن. پس سوال میکنم من برای هر یک مخالف، هر کسی که دلش برای کشور میتپد. من امروز چند روز شده ایستاده است، من شبکه ها را دیده ایستادم، با داملا محمد اقبال، خب شوکت جان، بسیار من 24 بسیار چیزا را دیده ایستم که اونها وقتی که خب همراهی خود را اعلان میکنن، بعضی نفرهای هستند که اونها میدرویند شما از خارج جنگ میخیزونید و شما به جنگ دعوت میکنید و نهضت این میکنند. آخر شما مثلا امروز ما همین قدر توان داشتیم که با برادرای خود همراه باشیم. یعنی ما این را دیده ایستادیم. میگن اگر از سیاره زمین بیرون شای بعد گردش زمین را میبینی که حرکت میکنند. ما از بیرون دیده ایستادیم که چگونه متاسفانه از بیرون گفته ایستادم که آماده هستم برای برگشتن در قلب کشورم، در همراه برادرهام باشم. لیکن چیکار کنیم که میره دیده ایستادم که این مشکلات اومده ایستاده است، کدام دست خارجی در اونجا نیست. مردم جونشو به لب اومده است، مشکلاتی بی برقی دارن، مشکلاتی تکرار نشود، همه مشکلات را دارن. و جای آنکه اونها مشکلات برداشته شود با اونها تهمت میشود، اونها سلاح برداشتن، اونها دیگر کردن. حالا برادر جنت الله خوب گفتن، بله برادر گلبدین شهید است، به خاطر حفظ و آبروش این کار را کرده است، برای ناموسش کرده است. باید که اون کارمند امنیتی است یا که اون کارمند داخلی است، اون را جزا داده شود. اون را برده در همون میبخشید من دعوت برای خشونت نمیکنم، برده در همون میدان، در همون جایی که حالا یادآور شدن برادرها هستن، در همون جزا داده شود تا اینکه دیگرها بدونن که این گونه نمیشود با رعیت، با مردم کار گرفت. بنابر همین سوال همین است که حالا چیکار کنیم ما؟ من نهضتی، خب شما 24، یک نفر دیگرش ادیب شاعر، خب با همین گفتن ها، با همین پراکندگی ها، نمیدونم حالا خیر ببخشن که پراکندگی میگم، البته همه برای کشور تلاش داریم، ان شاء الله وقتش بیاد همه یک جای میشوند، اما با این شکل میشود که ما بیستیم یا اینکه مایلش هر چیزی که میگذره در بدخشان، در خراسان، در دیگر جا ما سکوت کنیم بیستیم. برای اینکه من فرزندام محمد سعید فرزنداش برآورده است، نمیدونم یک تا دیگرش
خیش تبرش برآورده است و همین قطعی خیلی دیگر اونها هم وطن ما نیستن خب خاموش بیستیم همین خیلی می شود. من فکر میکنم که نه، باید یک راهی را فکر کرده شود، باید یعنی در اونجا بودن خودمون فکر شو بکنیم و اداره درستی این کار را که برای منفعت کشور، برای خوب سربلندی ملت مو هست، کشور مو هست، باید که در فکر او باید بشویم. سلامت باشه. تشکر زیاد. استاد علیم اگر سوال دارید خب من اینجا یک حجت رو گفته گشتم، با فکرم نیفته استودم. خب دوستان، بعد 15 دقیقه در ما کمی تنفس می شود و شما را با کانال یوتیوبی از دو تیوی دعوت می کنیم. در از دو تیوی برنامه سوال روز می شود، همه فعال باشند. خب ما خبرهای که از خروق می آیند در هر دقیقه که خبر نوی به ما می رسد، ما همان زمان شما رو در جریان خواهیم گذاشت و این چیز برنامه یعنی ماراتون تلویزیونی که ما اعلان کردیم، ما این را تا با اعتدال آمدن وضع در خروق ادامه خواهیم داد. از همین خاطر از شما احترامانه خواهش میکنیم. همه اون هموطنانی که حالا با ما هستند، اون هموطنانی که بعداً این رو میشنوند، لطفاً با داخل تاجیکستان همین پیغام ما رو رسانید، چون اینترنت در بدخشان مخصوصاً مسدود کرده شده است. شما می توانید با یک گلافکه LMB علاوه به همان انتنی که انتن میده خطبت که است، کانال خطبت که دارد در خود انتنای میده، شما می توانید با اون یک گلافکه دیگر رو وصل کرده راحت با کانال یوتیوبی و با کانال ماورایی پیام تیوی چی شوید ویش پیوست شوید و خب همین برنامه های ما رو 24 ساعت در شبانه روز می توانید داشته باشید، مخصوصا در این روز و ساعت که بدخشان در یک بنبستی اطلاعاتی قرار دادن. یعنی ما رو محاصره اطلاعاتی، محاصره اقتصادی، هر دفعه محاصره اقتصادی که 30 سال ادامه دارد از طرف این مقامات به تمام ملت تاجیک، فقط یک اویله میخورد و میگردد. درباره این گپ نیست. محاصره اطلاعاتی حاضر پیاده کردن تا که مردم در امان میدان، مردم در خود بدخشان خود را تنها احساس کند، بخبر از آن باشد که در دنیا که در این باره کدام انستیتوت ها، کدام شخصیت ها، کدام نفران هر روز شب رو شب نگفته، روز رو روز نگفته در باره بدخشان در سرخط خبرها قرار گرفته است. متاسفانه در سرخط خبرها قرار گرفته است. ما به این البته که خرسند نیستیم، کاش که اصلا ضرورت برای همین استریم ها نمیشد. ما عاشق چهره خود نیستیم که هر روز بیاییم و در همین خب افیرهای، در همین پخش‌های مستقیم شرکت کنیم و این از اجبار است. ما مجبور هستیم که دیگر از کارمون، از دستمون کار نیست، حاصل نمیشد، چون که ما دور هستیم از وطن و خیلی متاسف هستم که امروز در قطار همون تظاهرگران نیستم و خیلی افتخار دارم از تظاهرگران که همین خیلی استادگری دارند و خیلی متاسف از آنم که
مقامات تا به حد رسیده است که در جزئی ترین این نشانگر چه است؟ این نشانگر اینها که میگویند ما نیروی کافی داریم همین قطعی ما رو میترسونند، نه، این نشانگر وهم و ترس است. تیرپرانی سگ از ترس میگذد، سگ از ترس میگذد، نه از نه از جرأت زیاد داشتنش. سگی که نمیترسد او نمیگذد. همین حکومت هم اگر نمیترسید، اگر این کارمندان حفظ حقوق اگر همین حالا زانوهاشون نمیلرزیدن، از همون بالا در یک جزئی ترین حالت خب تیر خالی نمیکردن به سوی مردم. این نشان هراس است. اینها هراس دارند و مردم بدخشان باید امروز صدای اونها را باید ما و شما به جهانیان خب رسانیم و همین کار را ما در این کانال ادامه داده ایستادیم. میبخشید از خاروخ شاید خبر باشد یک بار. تمام، تیار. خب اینجا در چیز روی خط زخمی ها به من روان کردن. خب خب روی خط 5 نفر روان کرده اند. این 2 نفر در حالت وزین قرار دارند. این 2 نفر زخمی از روزهای پیش هستند، از همان روز اولی که به طرف تظاهرگران تیرخوری کردند. اونها جراحی شدند، حالتشون وزنین است و 3 نفر دیگر که امروز تیر خوردند حالتشون نسبتا سبک است و باز ما شما رو در رفت این برنامه در جریان خواهیم گذاشت. و خب در اینجا میخواستم یک چیز دیگر رو به شما، خب یک حجتی که دینا پیمان ملی تاجیکستان یک اظهارات رو پخش کردیم، اظهارات پیمان ملی تاجیکستان، و پیمان ملی تاجیکستان در این اظهارات خود قید میکند که خب از همه بدبختی هایی که همه وضعیت های امنیتی که در بدخشان به وقوع آمدن، این از مناسبت مرکز نسبت این منطقه همچون یک لشکر غاصب خارجی، یعنی اکوپاسیون وایسکا به روسی میگن، در قلمرو بدخشان با مردم چیز واکنش میکند، یعنی با مردم مناسبت دارد، از این محکوم کرده است پیمان ملی تاجیکستان. ثانیاً سبب دیگری این درگیری ها رو میگه که قید میکند که از دست یک خب ریاست ولایت رو از دست یک شخصیتی که سابقه کار فقط در نهادهای ملکی، یعنی نهادهای شهروندی دارد و قسم یعنی یک شهروند ملکی
با یک شهروندی صرف نظامی و آن نظامی امنی و امنیتی که بدترین نهاد از نهادهای قدرتی است برگزیده شد و اینم نشانگر آن است که مرکز نسبت به بدخشان از چیز زور از زور استفاده بردنی است، با نطق زور سخن کردنی است و با اون چیزی که دیروز هم گفتیم، امروز گفتیم که دیروز وزارت کارهای داخلی التیماتوم پیشکش کرده است. یعنی مناسبت مرکز با تعیین کردن الشیر میرزان‌آباد نشانگر آن است که اینها زور را بر مکالمه ترجیح دادند و خیلی که یک خواهر در آن تظاهرات گفت به اینم ما در خیلی مشکلی به سر میبریم تمام تاجیکستانی ها، ولی بدخشان باز وزنینتر در حالت وزنینتر قرار دارد، چون که در آن منطقه های پایانتر اگر همون زراعت خواجگی قشلاق فرض کردیم خود همون پمیدار و بادرینگ و دیگر اگر فرض کردیم همون زراعت 2 سومن کیلوگرمش در اونجا ارزش نرخ داشته باشد، برای کشاندن به بدخشان با آن راههایی که امروز راه قلمه دیگر محکم است، یعنی رو بین مرکز و دوشنبه و خوروغ خیلی کم است. یعنی اون وقتایی که راه چین، راه قلمه خوی بود، کشاده بود، مردم ما یعنی مردم تاجیک ما از طرف دوشنبه به طرف چین با ماشین های خالی می رفتن و در این میان ارزش بردن بار از دوشنبه به خوروغ خیلی پستر بود و اون شاید 2 سومه بادرینگ در اونجا 2 سوم و 30 می شد، ولی امروز که ماشین را محض به خاطر بردن همون بادرینگ کرایه میکنند، البته که نرخ او بادرینگ چند مقدار می افزاید و بدخشان به این هم در بنبستی کمونیکاسیونی قرار دارد. در به این خاطر ما گرانترین نرخ برق در تاجیکستان داریم، بلکه در کشورهای در مشترک المنافع گرانترین نرخ برق این در بدخشان است. گرانترین نرخ ها در بازار بدخشان هستند و کمترین جای کار در بدخشان است و آن کمترین جای کار را هم از دیگر ناحیه ها آورده به ما بالای ما بار میکنند. اگر جز اتم های ساختارهای قدرتی در بدخشان فرض کردیم در عموم 2000 نفر باشد، از همین 1000 نفر بدخشانی را به کار اگر تامین میکردن یک مقدار پرابلم بیکاری در منطقه حال خود را میافت. لیکن متاسفانه همان چند جای کاری بودجویی که باقی مانده است اون را هم از دیگر مناطق که کمی هم باشد وضعیت اونها اون منطقه و از وضعیت بدخشان بهتر است. زمین اونجا حاصل بیشتر میدهد از زمین ما و اونجا زمستان اونجا کوتاه‌تر است از زمستان ما و همه این ببینید گرانترین نرخ برق در مشترک المنافع بدخشان دارد و درازترین زمستان هم بدخشان دارد و همین درازترین زمستان قطعی ما باید قدرت داشته باشیم که خانه همون را گرم کنیم، خوراک همون را پخته باشیم و بر علاوه این همه ما در نزد همین بانک های شما قرضدار هستیم. مردم بدخشان همه خانه های اونها به گرو مانده شده است. به این هم مردم خیلی در مشکلی به سر میبرد و شما به خاطر نفس شهوانی یک
پرکرورچه آمدید و ملک رو ناآرام کردید. از همین خاطر خب دوستان به فکرم الان با شما خداحافظی میکنم. با ما باشید. بعد حاضر در ماهواره پیام تیوی بعد نیم ساعت از کانال ازدا تیوی برنامه سوال روز رو پیگیری کنید و در با ازدا تیوی همه اینجا اشتراک دارن بعد نیم ساعت بیایید و در خب برنامه سوال روز باز بحث کنیم در مورد وضعیت خروق و خبرهای نوترین رو باز در همون برنامه به شما میرسانیم. خیلی تا آخری آینده شما رو در پناه الله میسپارم. خداوند یار و مددگار همه ما و شما باشد. سلام و درود به بینندگان شبکه ماهواره پیام تیوی. با درخواست زیاد شما بینندگان در این نوار برایتان آموزش می‌دهیم که چگونه باید به شبکه ماهواره ما پیوست شد. برای این خریدن موجگیری نو لازم نیست و تنها با پیوست کردن یک سرک موجگیری LMB یا همان گلافکه علاوگی می توانید این کار را انجام دهید. این موجگیری هاتبیارد است که بیشتر شما از آن استفاده می کنید. نگاه کنید. هاتبیارد 13 درجه‌ای و این هم شبکه PMC منوتو. با همین موجگیر شما می توانید به ماهواره یوتلسات پیوست شوید. برای این یک دانه سرک موجگیری لازم داریم، یک دانه دست قیچی و یک دانه خمود. دست قیچی را با خمود روی سرک موجگیری هاتبیارد می چسبانیم. سیم را با LMB یوتلسات پیوست و سپس تنظیم می کنیم. این هم ماهواره یوتلسات و این شبکه منوتو که در اولین مقام پیدا شد و حالا ما آن را تنظیم می کنیم. اینک ماهواره یوتلسات تنظیم شد و چنانی که میبینید فاصله بین هر دو سرک موجگیری خیلی کم است. اکنون میتوانید با جستجو در این ماهواره شبکه پیام تیوی را هم پیدا کنید. چنانی که مشاهده کردید زحمت زیاد صرف نشد و پیوستنش هم بسیار آسان است. اکنون که یاد گرفتید هر یک از شما می توانید از تجربه پیوستن به شبکه ما یک نوار ثبت نمایید و به ما ارسال کنید. بهترین نوار به جای این نوار ما همچون نوار آموزشی استفاده خواهد شد. ما می توانیم برای بی‌خطری صدای شما را عوض کنیم. با ما باشید و برنامه های پیام تیوی را پیگیری نمایید. نشانی ما در ماهواره یوتلسات. ماهواره یوتلسات 7B، موقعیت 7 درجه شرقی، فریکانس 11262، سرعت نشانی 27500، پولاریزاسیا H FEC 5